سلامت باشه و جا ناصر من شما را هم وشیات گوشم مسیجان من ترا هم وشیات گوشم هنچو جا عبدالرؤوف وشیات دیوانا من ادا مسیجان ترا هم من جی اوکی مدیریتور کو تو بس گپ اشیانت که ماشمتا 4 دقت گوتی دیوانا بونگیج کنه فقط منی دستبندیشی که همه رهبند که پیسرا ماشما وریگا منتک همه ورا دیوانا بدارنو دیما ببره اولا که مشمه مهمانانی که دا هستن و دیگا پترانا بکنه رنچا مهمانانی گپو ترانا گورا رندا اگر جستی چیزی یدگه بانو کو واجهانی که جالا گوشتارو که هستد آیان گروتی دستا چس بکنن بیاین برزا یہ حیالداری هم بکنی هر کسی که برزا که تو جست کند ماکسیموم دیگه 2 تا 3 دیکتا گشتر آیان گپ مبی پرچه که میواد هنچوش که پیسر قرار کتا دیوان ساعت 8 تا بونگیج بیتن تو تا ساعت 10 گرا ما وتی دیوانا خلاص کنی سلامت به من دیوانا گرا سنگت مسعود و ملک من شمی دستا دارنو ما وقت هم گوش دارو کن شمی گپانی من پیسر یک گوانده نوشتان که ماتی زبان روچه میان استوانی روچه قانونی گوڑا رند چایی ماشوا گون یک جستی و دیوان گوڑا بونگیج بیتین ما دیوانا می دیوان اولی پنل بانوک کارینای و رند چه بانوک کارینا بودی یک 15 دقیقه و 20 دقیقه چمشان که داته می سرال سرا ما تی زبان دیم روی بارو گوڑا رند ما وحدت و جناس را و همی حساب میشه دیوان که رند که 1 ساعتی گوڑا تونن تجاره که دوست عزیزانی آد کن آوتی جوست پورسا شروع بکنن تین اگر جوستی و گپی هستنه و همی موضوع بارو سلام گوڑا من پشمه اجازه گوڑا این نوشتان که وانون مسعود جان ترا گپی چیزی هستن تو هم مدراتره بلکه سوالی چیزی گپی تو دیم دا تو گپ هم بجنو گروه من رنده نوشتن که بونگیج کنم من درود تو در عباد گوشم شما بانوک و واجه ها که دیوانه هستی من ملک جان گپی نیسته تی گپانا گوش کنیم تی شهر مهربانی سلامت باته 21 فروری ماتی زبان میان استوانی روچند ماتی زبان میان استوانی روچه نام یہ آترا داته که بنگلادش مردم ماتی زبان رکنگا جهد کرد یہ همه جهدانی بروردن که مروی چی دنیای هر تک و پناتا یہ روچه مزن داشتا وڑوڑی دروشما مزن داشت وڑوڑی دروشما برجم دارک بید ماتی زبان میان استوانی روچ آسکار پما راجانی که زبانش و تی ملک اتحاد سرکاری زبانی زانگ نبید ماتی زبان وانگ موکلش نیست یہ روچ با آیان مزنین و تاریخی روچی لیکه بید که آیان جهد کنند ماتی زبان وانگ موش دهگ بید که اسکولا و تی ماتی زبان بوانند تو تنتنا سرکار اداره ها و تی ماتی زبان گپ جنگ موکلش دهگ بید ماتی زبان میان استوانی روچه کارنامه پشدر 5 تاریخ 21 فروری 1952 که در گتا بنگلادش نام مشرقی پاکستان است. مشرقی پاکستان اسلام آباد گرد است. اسلام آباد حکومت بنگالی زبان وانگ سرا بندش جتگد آچه ای بندشا نارضا اتند که مشرقی پاکستان تنها 3% مردم ماتی زبان اردو است باقی 97% اود مردمان زبان بنگالی است همی آترچ داکای
مزن شهر جایان دانشگاهان نو دربران زرشانی روان که کشتش زرشانی دورانا پلیس نو دربران سرا تیرگواری کرد چه تیرگواری سوابا چونت مردم کشگ و بازین زده کنگ بود زرشانی کنوکان لوٹ اشد که بنگالی زبان انچوش اردو ایک را سرکاری دومی زبان زانگ بود بله اسلام آباد حکومت پا آیانی لوٹ ماننگاه تیار نیاد بله بنگلادش مردمان چه یه جودا دست نکشید آیر کار آیانی جونز 7 سال رند بنگلادش وطی ملک آزادی رسید چه درگتا بعد بنگلادش مردمان هر سال یه روچه یاتمانی مزن داشتی برجم داره بنگلادش چوتی ملک آزادی گرک بعد چه سازمان یونسکو دستبندی کرد که یک روچه به ماتی زبان مزنداشتی برجم داره ببید اولی برای سازمان یونسکو 17 نوامبر پیل کنید سال 1999 روچ 21 فروری برابر گون 2 اسفند ماتی زبان میان استوانی روچ نام جاری داد چه سال 2000 بعد گشتری ملک یه روچه مزنداشت برجم دارگا یه مسئله باز دیمه آرگ بود همی آترا سال 2008 هم سازمان ملل ماتی زبان میان استوانی روچه جارجا کوچرا ماتسوریا یونسکو رئیست که ما دوران وطی پیغام تاچه دولتان دستبندی کرد که ماتی زبان وانگ تمامی ملکان چه سرکاری وانگ جان یا غیر سرکاری وانگ جان ماتی زبان وانگ موکل بدهند یونسکو پیغام په همه ملکانت که ملکان دیگه بازین راجگو متفاوت زبان زندگی کنند بله چه ماتی زبان وانگا زبر کنگ و آیانی یک دیگ نبوده ایران یک که چه همه ملکان گون چون جدا این زبانان گپ جنگ بیت بله هیچ زبانی اوه چه پارسی زبانا سرکاری زبانی زانگ نبید مروچی هم گندگانی که یه راجان چه مرکزی حکومت نیمگاه تا ماتی زبان وانگا گستا دارگ بودگند ماتی زبان میان استوانی روچ یک شهری موی و ادبی زبان دوستین جور کاران که ماتی زبانان چه بیگوای چون برکنند و من جستم همی باوتی که من جستم شد چه مهمانا همه روچی برای ما پیسرم وحشات کشن که دیوان شروع بیتی باز منتوار که وحده داد بود قیمتی هات کن و مهمان اولی بانو کن ما جستا چه بانو که بنداد کن و رنده اوڑا ما رسین یا 20 دقیقه یا 15 دقیقه بانو که چمشان کن گوشیدیم رنده ما وحده دیم و جناسه من جس چه بانو کشند که مروچی ما شما پاک ماره گاین که بلوچی زبان چه سرکار یا دولت نیمگا پاکستان دالچارو گستا دارک بوده و همچین یک نگیگین جاوری توکا دار یک بوده که زبانا چطور چه ماشمارا بگرانتی چه میشوی دستا و در آمدی یک زبانی یا اما پارسی زبان میشوی سر غالب بکننتی و بلوچی زبان آسیمیله کنک ببیتی ما چطور چه رایی چه کاری بکنه که بلوچ زبان چه یه نیم مرکی یا برکی اونو کنی جسته میشد چطور جی چه پساده یک پیسر من تو چه همشان که بگشت که من پیسر چه شما تشکر کنم که من دعوتو کده چطور وجه ملک چه وجه سید تاجداری و چه سجهین برزورو کم منتوار که منهور
کتا قوتی دیوانا و جی ها این مزنین جسته که مردم چون بکند این البته دراجین گپی و پرتارید با ما وعده که بلوچستان گشتر رضا شاه زمانگا چو بلوچستان تهران چیر دست بود و چما وحدان و رمد دولت هر وحد واسکان که وقتی گشتگین وقتی زورا پر بکند هر جاگه که ای دست رسید چو ما را مثالی هستن سویدن ملکا پکار نه که دور بروین ما را هم یک ایدا قومی هستند سویدن شمالا که آیانی زبان جتایند و سویدن سرکارا پیسرا نو آیانی حق رسیتا بله دیر رسیتا و آیانی زبان سامی زبان کموگیش گار بود تهنو بله یک مرکزی دولتی هر واحد ای دولت کنگلوتید و مازان اینکه چهمی رضا شاه زمانگا و تهنو نمانتش که بلوچی اصلا زبانی پیسر نو که حج بود تا نو قبولش کتا که بلوچی هم یک جتاین زبانی ولی پیسر خبر و اشد که بلوچی و کردی و دیگه زبان چه پارسی گالوارند پارسی دایلکتند بزن و ای پیمین گالوارند و گویش که گوشتش پارسیه که باید ای صاف و پاک ببند و هیچ ای پیمین چیزی مباد بله ما چه زبان زانتی لحاظ زانین که نه بلوچی و نه کردی و نه مازندرانی و نه گیلکی پارسی گویشند ای درو جتاین زبانند و ایران سرکار ایران بزن علمی رمبان نو 15-20 سالی بید که منند که انچند که جتاین زبانند البته گو مازندرانی و گیلکی سیاست کموگیش صوبین بودا و این زبان نو سکم پشت کپتا اگه پشت کپتا گیشتر پیری نانی کرا و چوشین واسو جهدی هم نیسته ورنه یعنی نیاما که وقتی زبانه بدارند البته ما اشکوتا که کم هم اودانو گیشتر ها بودونا که هستند پا قومی زبانه بله کرد و بلوچا هر وقت ایهو بوتا و من خیالا پمیشکا که بازین تعلق نیسته گو مرکزی دولتا و نو زبان چون دارگ لوتید چون دارگ بید ای سکین مشکلین گپی بله اولی و اهمترین گپ اشند که وقتی زبان کدر بزانید چون مجیرم تو منزانان که بازی پیمین جیره هسته که منی زبان نزورین زبانی و گووتی چکان من پارسی خبر بکن و شرطرند پارسی چو گشتر متمدن هگه پارسی متمدنی زبانی و پمنی چکان شرطرند که پارسی ها بزانند تا بلوچی زبانه بزانند بله بزانی که ای سکین ردین حیالی و چوشم نهند که اگه لوگا بلوچی گپ کنگ ببی که چوک پارسی پدا مزورند و مزانند پارسی جامعه توکا اسکولانی توکا چوکان رسید ولی بلوچی بیچ لوگا جاهی نرسید ایشین که سک احمد ما تو پیت گووتی چوکان بلوچی بکنند
برات گوهر وات موات بلوچی بکنند و وقتی زبان قدر بزنند بزن که هر نوکین زبانی که تو بزنه نوکین دنیای پچبی و هر نوکین زبانی یعنی دو زبان زانگا چه یک زبانی زانگا سک شرطرند اشن که بعد چو گمات پتان خبر کنک ببید سرپد کنک ببید که اگه وقتی چوکان وقتی زبان بدید دیماترند چه چوکان که یک زبان زانند شما چوک دیماترند که دو زبان چه اول زانند و هیچ مشکلی هم نهند هیچ گرنجی هم نهند که پدا دومی و سیومی و چهارمی زبان چوک مزورید این پوین چیزی نیست گشتر دا گمات و پتان باید خبر کنک ببید که آواتی زبان قدر بزانند و واتی زبان واتی چوکان بدیند که ارسند چه پت پیروکا ارسند ارس و میراسند و این میراس سنبالا گلوتید بس من نزانا تی جست من پکا جواب داد یعنی که چیزی من گیش بکنم نه سکوش تو تی پسودا تا چیزی که جستی که من کود همید آباد البته گپ کنگ هم بس نهند پچی که هنون وانا گزانگ زمانگند و بلوچی وانا و نبیسگ هم پکارند بلکه تو دیگه جستیشی بارا بکنه درسته نه من ضروری بار من لوٹه ترا تو همی گپانی که درگتا جتند که زبان مشابت چوت نیوگم که دیگه حکومتی یا دولتی که ما رو سپورتی نیم مشابت دیم این جست چطورشه که باز مردم بری همی جست بی تو همی گپا کرند یا جنن که تو یا گوشنته که زبان بلوچی یا هر زبانی که چه سرکاری زبانی مبی یا آی سرکاری سپورتی مبیتین یا کمکی مبیتین پشتوانه از زبان دیما نروتی یعنی یا از زبان دولتی لوتا تی البانو کنچی رای هسته که زبانا بگیر چه دولت و ما همین مردمی که هستیم و مروچی همین امکاناتی که ما را هستین سوشل میدیا ما زبان دیما بورد کنین یا یعنی چه یه نیمرک یا یه مثلا یه چه گاری برکنین من جستم شد جی البته دولتی ببود و سک شرط رد دولتی ببید کدا پکا حمایت هستند و اسکولانی تا وانگ بیت و اکدمی هستند و فیصله هستند و رهبند و هر چیز گیشنگ بیت کو یک دولتی سپورتا بله ممکن نیست گودا میشمه زمواری سران پلال و من کردان هر واحد مثال کارم که خاص کردی که ترکیه ها یعنی زبان نوردرن کردیش یعنی کردی شمالی یا کرمانجی ترکیه هم ازانین که ای سک کودا زور کنگ بود که کردی گپ جهنگ مبید کردی زبانی نهند و جرمیا کردی خبر کنگ و کردی وانا گزانگ و انگا بدترین جرمیا بله کردان خاص این ملکان خاص راستین که پیشن که سویدن بازی این کرد نویسو که هستا کرمانجیه و آیا دا باز واسکو و کردی زبانش واری نواری البته پیسر هم کردستان لاتین جهدکار هستا بله آیا باز واسکو نویسا گو وانا گو دستور بزن زبان گرامر دستور پیم کنگ ای پیمین واسی باز بود تا هم ترکیه ها و هم یوروپا و واری نواری یک کاری یک چیزی بود
و نو که جاور ایشا تا جاور امیت شرطر ببند و اجازه برسید اسکولانی تها ای ماتی زبان وانینک ببی چونکه سویدن پیسر اجازه نداد که سامی زبان وانینک ببید نو اجازه هش داد. ایران هم نو هر حکومتی که ببید اگه بلوچانی واتی جندن و انگا پکاتر شرطر بی بله اگه نبود هم اجازه گرگ ببید و جهد کنگ ببید که ماتی زبان اسکولان وانینک ببی واری نواریا تنا وادی که نیستند می جهد باید اش ببید که ما یک شکل و یک جا و یک تپاک ببین و یک دومیا و زبان سر کار بکنین جهد بکنین زبان وات پاوات نیت زبان کار لوتید البته بلوچی زبان و شما زبانند شما زانیتی ولی شما یک گالواری زانی دو گالوار زانی و بلوچی زبان پیڑ میدان مزانین میدانی چه کراچی بگیر تا شیرازا اگه کروشیان هم گم بکنن که کروشیانی زبان هم بلوچی مسکتا بگیر تانمار ترکمنستان گوڑای مزانین پیڑی و گالوار و دایلکت گویش بازند ایشان یک جا کنگ و یک جا بیگ و یک رسمی زبان در آیگ دراجین کاری دراجین سپری بله کنگ کپیت و سوشل میدیا هی توکا هم شما وست گیشت چه گیش ببید و خاص اگه چه دوین نیمگان رمب چه جتا ما بید مشکی بلوچستان یک جا مغربی بلوچستان دیگه جاهی اگه رمب هورتا هور ببند گودا گالوارا نیسا بیگ هم من خیالا شرطر دیما روت که چه بازین دیگه جاگه مردم یک دومیا گشتر سرپد بند یک دومیا گپان من یک مثالی هستن ما ادا کنفرانسی هسته وجه ملک زیندینی هم گوند و اودا یک سنگتیا چه ایران سایده کن یک چوکیا چه کراچی خبره ها اونون چوکوشی من نسم جانتا چی گوشای گپشن که گالوار باز دیلو دول بازیم بله گیشترین رابطه گیشتر هم گالوار صاحب من و یک دومی سرپد بیگ باز راحتر بی و اکتیویتیز هم باز با و بس همیشه که یک دلی ببید و تپاک و همکاری و جهد پچه که زبان یک زبان بس درباره و وانگ و نبیسگ یک روچ تها نبید یک ماه تها هم نبید بله گنبازین جهدی یک و دو 3 سال تها باز بود که سلامت باته بانو که بالکل انچین که زبان یک روچه تا مردم نه استاد نبیتین وحد بارتن طول کشیتین زمان بارتن مردم تیم بدنتین تا چون تیم داتا کمی وقتی که سه هم کد کنه نه من یک بعد یک گوشمار همرام 2 سالی بیتین و گوشمار گوانو گم بله مشمه نودر برم منو انگه من زانو که بازی وعده منو انگه لوٹیتی که من زبان شهری سر سرپد بو و زبان بزانم
بله من یک گپی بکنم واجه ملک. ما مروچی یک و دو کار چارت واجه ملک و دو دیگه براته کار زبان سرا تا زبردسته تا چو کم مگیر تا هنوز زبردستی نویسو که بله گون جهدا تی دستات که سلامت باته نما انگه باز باید هستن که ببانو ما درو همه یادگیری سفرهایی بالکل انچه بانوک جان تی باز میں نتوارک باشیم پس بانوک ملک من پهلی لوٹا پیسر تشیک ما پده تیگا پده ما ببرین سنگتانی ها بازینی لوٹا برزا بیان پل ما سنگتان گوشون که بله تکبری ما دیوانی بونگیج چوش کتا گو می رهبندم قرارم شیوتا که اولا مهمانانی که هستن نیم ساعت هر کجام چا مهمانا وتی گپ و حیالم گوشنت دا رانچا آیانی گپ کنگا گرا ما دیوانی جهل نندو کام گرا ما یک یاریم برزا که وتی جستا و گپا و حیال دا در شام بکنم من یک گوندین جستی چا بانو کارینا کنا شی که میں تاپی کی بارے آئین که چمشان که بلوچی زبان دیمروی بارا بانو کرنا شما دیر وقت که بلوچی زبانی بارا جهد و جود کنگی تو شما جود ستا کرزن و شما اکادمی کی شیوان تاگو یاد گرفتا گو هنو شی بارا شما اپسالا کار کنگی تخصصی زمینه و شما بلوچی رهبند و گرامری هم ادا گو یدگه بلوچی زانکارن گو ما نوشتک گپ اشیند که یا شیک منی جست اشیند که بلوچی زبان دیمروی چا یہ چونت وقتی که شما وقت آئی بارا کار کنگید آئی سرا کار کنگید هنو شما یہ چطور گندید کو 10 سال پیسر یا 15 سال پیسر هنو چینچو دیمروی کتگی شمه حیالا یہ دیمروی شر بودتگ یا شیکنن دیما نشتگو هنگتا باید دیما بروتن و دیما برگا و هنگت باید ببید بلگا پشین که دیمروی چینچو بودتگ بلوچی زبانتا هنو مهربان جی ای هم سکین شرین جستی و سکین شرین گپی اگه بکنین کمی بچاره که بلوچی زبان یک گوندوکین زمینه هستا مشکی بلوچستان چه انگریزانی وحدا کمی نویسگ بوتا کمی بلوچی زبان با یک درشان کنگ بود تگات اونو اگه من یک کسایی بکنم بلکه اگه دراج کش بود منا بس منی خبرانی توکا ببرید ما پاکستان حتی 1986 واجه گلخان نصیر که شاعری شما درو آیه نامزانی واجه گلخان نصیر واجه گلخان نصیر جنک بانو گوهر ملک منی دیوانت بانو گوهر ملک و تی پته که سه گومنکو گوشتی که بانو گوهر ملک و وقت نویسو که و آیه یک کسه امی کتاب تو ککیت که نو بانده من دایانی پچا پوشنگا 21 کسه مانم تو من چه شما دستبندی کنم که این کتاب شما بزورید بوانید شما زبان دیماروت گوانگا شما زبان دیماروت گوهر ملک کسه کنگا هند که منی پتا یک دعوتی رستگت پا سیاسی کانفرنسیا پیشاوره شد و دا کنفرنسش کو آیان دروگشتن اردو زبانه هتند
سیاسی و ای پیمین گپ بله پدا یک شب شعر گوشنتی پارسی بس بزن شعروانی هسته شپه یک شپی و وجه گلخانه و داواتی شعر تیار کد اردو زبانه پارسی زبانه اردو و پارسی شاعریه فدا اودا که تو گندید که دیگه شاعر که پشتونند پشتو شعر گوشگاهند و من ایدا بلوچی گوشگاه نه اردو گوشگاه و بلوچی و پارسی گوشگاه و گوهر ملک گوشی که منی پتا چه همودا پیسلا کو که ما چه دوران دیگه رندی اردو یا پارسی زبان شعر نگوشم منی درو شعر چه دوران بلوچی زبان بند و چوشم کتی 5 آی شعری دیوا کتاب تا زندگات چاپشنگ بود و پدا هم 4 دیگه کتاب آی مرگاورند چاپشنگ بود و یک بندات یاد پا بلوچی زبان نویسگ و وانگا بس این بندات 1952 سی 4 چه پاکستان بندات بود و پاکستان هنو چونکه من گندگاه ها یونیورسیتی وانی نگ بی اسکول هن باید وانی نگ بی بیت بله او هم پرایویت یعنی شخصی بازی مردمی وانی نید و چمک قرآن چکا او دا بازی نی بلوچی وانید توری رهبان رام 2 3 5 10 دیگه پیم نبیسند بله نبیسند و وانند و نبیسوک چه او دا در کبتا ایران سایدا زور گیشتر بودا سک باز گیش بودا که بلوچی زبانی نهند بلوچی وانا گزانا هیچ امکانی هم نیستند که زبانی نهند ای پیمینگا بله چه منی خیالا 10-15-20 سال و پیسر نو کم ما ایهو بودی بی ایرانا اونی بی سو کم هستی و منی خیالا نو گو ای ورنای نسلا گیشتر نویسو کرد بایا هند ای کتاب تو که ما هنون چاپشنگ کنین بس وجه فرزین کد خدایی یک شرین که صحیح کهید بله یک نویسو که چه ایران سایده چه مغربی بلوچستان نو میں امید ہیں کہ 2 و 3 4 کتابا نویسو گیش ببان چه ایران سایده و من امید هست من چونکه گندگاه ها خوب هست خودوناکی هست بس همی که جهد هم ببید باید وحد بلید شما که وحد کلید یک نوکین زرنبشتی بید پا بلوچی زبانا و من امید هستند من دیم روی گندا توری چوتیزیم بلکه دیم روی مبید بله باندارو چم اجازه باید دایگ ببید که بلوچی اسکولانی تو کوانی نگ ببید بله پیسرا چه اسکولانی وانی نگ و تیچر پکارند معلم پکارند و 1991 که هم منینگ بود که پاکستان بلوچی وانی نگ ببید اسکولانی تو که وانی نگ ببید ولی کامیاب نبود چه کامیاب نبود تیچر تیاری نیستا کتابی تیاری نیستا رهبندی تیاری نیستا گرد بود و بند بود نو منی دستبندی چه شما اشند که واتا تیار بکنید تیچر پکارند کتاب پکارند قصه نویس پکارند وانوک پکارند نویسوک پکارند و ای بی جهدان نبید شما جهد بکنی زبان شر دیما شد کن
هر یک نوکین جهدکاری که بیاد گوڑا بزن که زبان دیم روی امید کیشا چکیش بی و گوجه ملک زین الدینی هم وقتی تماس بگیره که ما چون کلاسان بهر زرد کنین و بلوچی زبان رهبند و نویسه دیلو دوله گشتر در برد کنین. بله من امید هست. درا بات بانو کارنا مهربانی منتوار چا پاسوی که شما داد سنگت ملک بنی الله دیوانا گورا تو پدا دیما ببر هما دابی که ما شما پیسر منتا سلامت باته تی باز منتوار گورا ما دیوانا دین میں دومی مهمان واجه ناصر بلی دیا ایوادا پدا بل بانو که تو هم دابی که ما لاتی جوست پمن دیم داتا و رنچ واجه ناصری گپ تران پدا گورا ما کوینتی نہیں ہوگا تو مرالم دابی اگر تر بعد هست موه هست یا نه که گورا ما تر تی باز وادا نگر گورا هنی ما تی جوست پرسان کنه نو تو روی تو نکنی بعد بانو جن فی الحال من واحده هسته بلکه تا نهونی من گون بود کنه منی غلا نه گورا باز واشن پرچه که چوش که من گندگان بازی نیچا جهل نیندو کان یہ حب واگش هست که برزا بیان تو یہ بارا گوترا گپتران بکنن تو اگر جستی چیزی هستنش بکنن گورا سکشر رین تو ما منتوار بون که اگر شما همه تا نهونی ما بتونی بنندی باز واشن مهربانی گورا ما گوشتارو که ملک جان تو وتی جستا و چیا چواج ناصرا کنه که دیوانا گورا ما دیما بریم منتوار سلامت باته منی شک واجه ناصر پیسر هم برال پہل کنے که مردم بری بری گاپا هم شموشیتے واجه ناصر هم مال بوٹان تک که میں مهمان واجه ناصر هم یکی آیم رشته زبان شناسی و زبان شناسی واجه ناصر هر بعد هم گاپا پیسر چشی که سیاسی و تبزان تو یه و تا زبان گشته و بیاست و زبان واجه ناصر هم لیسانس زبان شناسی وانته یه دانشگاه اپسالا استکهلم و آیه هم بلوچی سر کار کتا استاندارد بلوچی و اما انشانویسی بلوچی من این جوستم چه ناصر جان هم شد که چوک پیسر تو اما که سر علی صبح جوستی کت چبان که واجه ناصری چمشان که بلوچی زبان دیم رویه چیند که آوتی چمشان که بگوشیده گوڑا رنده اگن جوست پورسی گپی هات که گوڑا من واجه ناصر جانا پدا ضروری جوستان کنن یا سنگتانی که چه چیه را هستن تو جوست کنن تی یا که شنکوتی جوستان را دهن تو پمیسر ما واجه ناصر رو بانو کار نجوست کنن منتوار من میکروفون دارم واجه ناصر را ایواده ناصر جان گوڑا وقت تیگین ما تیگین سلامت من خیلی باز واشم که ما بانو کارینا یا هم دیوان و هم شما یه دیگه مردمانی که دا هسته تمیده و جهلا و چطور بلک جان و مسعود و سید و عجب بلوش تشکر کنم که دیوانو داشته خب من یک اپا من خیلی بانو کارینا بهتر باشه نکنم مسعود روزانه که خب بانو کارینا کولنگیزه اونشان وقت تا کاری عملی کار کنه که بلوچی زبان سرا و در دغینی هر روچی هر کاری یه هم نه این که تنها بازی مرد فکری بلوچ زبان سر کار کنته بلکه وقتی دانشگاه کار هم کنته وقتی درس و استودنتی هم هستن تو وقتی دیگه ریسرچی هم هستن تو خب برال خانواده هم هستن و چوک زات هم هستن و دیگه سوشال اکتیویتی هم بازند کار و فعالیتی سک بازند ولی پدا هم بلوچ زبان سر این چو کار کنگین تو میتین که چو بانو کاوش ماشو بلوچان 1% یا 2% همین چوک بانو بلوچ زبان سر کار کا و حد بلین بلوچ زبان سر کار بکنین تا تورسیک مشوره هستیم بلوچ زبان گار نویتین من خوب من یه پد همین جوسیک تو کتاب بانو کارینا جواب داد من خلای بهترین جوابی داد چاشیک منی بدم من گشتر رو مطابقشانه که قانون بین المللی چی وشانتین بلوچی اصلا کلا زبان باره یا و شی که زبان روچ که هستین و پرچیشی مسئله زبان مطرح کنک بوده هنگین دنیا توگا وانچه کمشوزان دنیا توگا چیزی که زبان شناسی بشنتین
4000 تا 6000 مختلف زبان هستیم. بازی پدای زبان شناسی ای گپ جناتند که تا همه کارنی کنیگا ماشما مرشی 22 آینی یه سالا شی تا آخر برسیدند 90% یه زبانای همه چی باشه نویاکش یا دیش نودهش کشون گار بانده یا مثلا هر چی باشه 900ش یعنی تقریبا 90ش گار بیتین چه صدا و یه مزنی ضرری به دنیای صحابه بیتن برچه که هزارانی سال میلیونانی سالی هر چی باشه انسان که زمین سرا بودتگند که هر کسی به دعوه صحابی کند شانا یه زبان رشد کتا یاد که گندیم ما بله شاهن نگاه مدرنیسم زمانه گار بیاگند خاص زمانی که دولت ملی جور بودند چون بانو کاری نام گشته اگه دولتی بودند بلوچ زبان هم مشکل نیست هم که سوئدی زبان هم مشکل نیست هم فارسی زبان هم مشکل نیست پدا مرچی زبان تانکش نیک تر دولت زبان های بین برانتند بله خب مردمان وقت هم خوب واقعا بیتن چون بانو کاری نگشتید بله خب یک چیزی هستند که مدرن دنیای توکا یک مثلا زبان شناسی که نام میکائیل کروسشی بشه که زبانانی گار بیگا چون دلیل هستی یکی باشند که هر کسی ماش بزانید که یک بحری چه معلوکا مردم باید کشاندند یعنی کاملا گار ما هنچو 10-20 مانی تی آدگه بودی زبانش موشن هنگی دولت ملتان که جور بودند شام پدا با بسلا پزور مردم ها ادغام کنن یا سیمیلیتش کنن و تورش کنن و یکی دیگه مسئله تعلیمه چون پیرچرتر خوب قدیمان دولت ملی نبوده تعلیم یه شکل نبوده هنو تعلیم وعده عمومی بیته تعلیم معمولا هر کشور توی وی زبانی کندی و این زبان معمولا حالوتند که هم قدرت زبانند یا که اکثریت مردم زبانند همایی زورند یا یک دولت یاد کتا همایی زبان زورند و ایشی یکی دیگه پدا چیز دیگه هستند که ما تغییر جمعیتی انتینا زبان و تریتوری یا منطقه ما بین روتند و یکی دیگه هم شد که گوشنده که سرا بمباران میدیایی یا بمباران رسانه‌ای که ایشی بسلا گوشیتی که آیا بسلا نامیش تا کلچرال نرو گست که مثلا هوا شیمیایی بسلا حمله که بکنه یک زبانی سرا که باری شما شو گندگی مثلا تا ایران ها بلوچی زبان سرا یا دیگه زبان سرا بوگی این طریق دولت طریق مدرسه آن و طریق رادیو و طریق تلویزیون و تبلیغات و هر نیمگیان و یه خوب یک چیزی که زبان شناسان وانی که مثلا فعال حقوق بشری هم تا اکشن که زبانان داره گوانتین پچه که زبانان برای انسانی هستی حساب هستند و همی دابا انسانان شخصیت هستید پس تو خواهد از توری تو به بچاره زبان شناسی تو توری هستید یکیشی که به مثلا به بنیادی هستند که مثلا زبان پرچه مهمه یکی که شما رو زبانی همشید که زبان خوب انسان شخصیت حساب هست انسان ایدنتیتی حساب هست و ایشانی حساب وقتی که دولتان ملی هست که گرتی مشکلاتی پیش آورد کنن پس زبان واسطه لاتی قانون یا فریمورکش مثلا گشتر گوشانتید یا همه چارچوب پس سویدیا گوشانت شرامور کشان مثلا هم جور کنک بتیان چطورکای قوانینان دیگه ما یارا بانتین کشانی باری همه یکم که رانترا توضیح دیون که یه قانون بین‌المللی ما شما را چه چیزانی دیانتین و یکی دیگه دومی که هستین به انسان آخشید که لاتی خوب همه بحثا کناتین که زبان یک چیز طبیعی یاد کردن هم آدم که تو گنده درچ کی جای یاد که هم آدم تو گنده یک حیوانی جای یاد که مثلا ما چما شوکشین پلان جاگای ماهی بین روگان پلان حیوان دیگه نگاه پهگار بوگان بعد یک شکلی بداره گید زبان هم همی دابن زبان هم یکی چه همی بسلا بیش بایو دایورسیتی یا نزانوکشان محیط زیست چطورکا کسرتی که جامعه و محیط هستید شان همین صحابه حد بودتگند و ایشان نباید مثلا یکی بیت و یه صحابه بین وارتی که ما ایدا یک زمینی من گفته و یه زمین منیگین تو ایدا من و قدرت هستین تفنگ منیگین گوڑا ما ایدا هر کسی و هر چیک شما نی زبان خبر بکند این گوڑا مشکل جور کند به جامعه و به انسانیت و به پیشرفت انسانیت ترقی در حال که انو انسانات مترقی تر زاننده بل همین انسان مرشیگین آنه گندگی که شما محیط زیست بگه انوایرمنت چینچو خراب کنگین چینچو زبانی انوایرمنت هم خراب کنگین نیه صاحب خوب ته به هر حال یک سری سازمان ملل چه اولا که حقوق بشر مسئله ای کرد که و ده هم این مسئله برابری انسانانی زبانانی و ایشی که واسه تبعیض مبیت انسان تو که ایشی خوب بازینه ته همین بحثش کتا خوب یه بحث این که برا اوادی که لوت تبعیض هجداب مبیتن جنسی تبعیض مبیتن نژادی تبعیض مبیتن اونا زبانی تعویض مبیتین چه مطلب شین که هر کسی باید وقتی ماتی زبان درس بخونیدین خارج یا مثلا بحثانی که مثلا تو از لحاظ طبیعی انسان ها هستین تو از لحاظ ایدنتیتی انسان هستین تو باید بشه که انسان تو که تعویض مبیت دیسکریمینیشن مبیتین خب چطور که تو یکی مثلا آی زبان تحصیلی ده
تاریخ آیه گوشه آیه به اصطلاح فرهنگ آیه گوشه آدیگش تو دیسکریمینیت نمیشه وقتی به یک شکلی به اصطلاح یک تعویض جور کنی جامعه تو کا و ایشی بین برای بعدین ماتی زبان وانگ ما ماتی زبانا یه سکی مهمی بحثی بیدین فمی خاطر خوب سازمان ملل هم ماینورتی رایت مثلا چارتری هستین که مشخصا این مسئله حقوق زبانی سره تاکید کنک بیتین و یه حقوق سره تاکید یه سبب بیتین که گوشک هم بیتین که یه ماینورتی هم باید این تیوتی مثلا باید سازمان ملل خوب باید یک مشروعش ماینورتی چون مسئله هستین ماینورتی خوب سازمان ملل یا دیفرنشیشن یک مثلا اتحادیه اروپا خوب گشتش سر کاخت تا دیگه جاگای دنیا ایگا که آیان پداوتی یوروپیان هیومن رایت چارترش هم هستند مثلا حقوق بشر اروپاییش هستند که رنج جنگ بالکان جور کنک بود و داشتن پدا گشتر کم و باز توضیح دیگ بودتگن سازمان ملل خوب بحث همیشه بودتگن ولی خوب همه دا که زبان گرامری هستند پدا زبان هیومن رایت گرامری هم هستند بشنید یک دستور زبان حقوق بشری هم هستند که تا چند اندازه سازمان ملل تو حقوق بشر بداتین یا مداتین پر سازمان ملل پدا هم مثلا دولتانی گند که یک مثلا تناسبی جور کنک بیتین په مختلفین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ترقی مثلا حساب کتابانی که تو هستند شوی جور کنک واسطه ایشون تو که یکم که مشکل جورت په مشک مثلا شون تو که وادی مثلا مردم خبرش کانتید شون کامل نه یاد ولی خب یک شکلی راهنمایی اند یک راهشونی اند که چطور که مردم کار بکنن اما دو سازمان ملل داو گشتگن اروپا پدا وتی داوا پداشان تفسیر کتگن مترقیانه تفسیر کتگن مثلا تا جان دیگه داوی پدا تفسیر بانته ادا پداشین که مثلا تو وادی گوشه تو مثلا ماینورتی تو وادی گوشه یکی کسانی که مهاجرن چون ما مثلا که تو سوئدا یکی دیگه مثلا بگوشه که مردمانی هستند که به شکل بسیار چی بگوشید indigenous people هستند یا هم بومی مردمان یا محلی مردمان که تسویدا هم بانو کاینا سامیان نام گفت که به هر حال هم نشنال ماینورتی تسویدا حسابند هم کم و باز indigenous people حسابند ولی خب تسویدا هم پدا همین بر اساس همین یوروپیان چارتر و حساب کردن پدا یکی دیگه هستند که نشنال ماینورتی است کشاندید تا اروپای البته تا کانتکست اروپای ولی خب تا اروپای هم پدا در کشورانش تصویب نکرده مثلا سوئد به یک اندازه تصویب کردن شب همش سوئد هندگان خب مهاجر هم هستند خب مهاجران مثلا حق تحصیل به زبان مادری و هستند زبان مادری یاد بگیرن بوان مدرسه ها ولی تحصیلاتش مثلا یه شکل نه که دولت مثلا باز چیز پایان دیگه بغیر شکل مثلا چوکا بودی که مدرسه بوارته درس بانی اگر 10 چوکا مثلا بلوچی زانات 5 چوکا دولت آیا کلیت کتی زبان یاد بگیرند ولی خب مثلا دیگه 5 بحری ملتی دا هستند که افشات نشنال ماینورتی قبولش کردن یکی تورندال مردمان تونو رومان گشتر مثلا دیگه سامی انتونو یکی یهودی اند که مثلا زبان شیدیش هم مثلا قدیما بوده دیگه یکی هم فینسک یا مثلا سوئدی فنلاندی اند که شان ادا پرچیش انتخاب کردن مثلا عربان از جمعیتی گشترند پرچی مثلا آش انتخاب نکرده مثلا در حال که سامیان نزدیک 200,000 هم بله عربان ممکن 200,000 خب به این خاطر که عربان ادا تاریخی نیستند و از دیفینیشنی که مثلا تا یوروپیان چارتر ماینورتی چارتر هستند آیا مثلا هستند که از تاریخی دا جا کاپتگن یک حسابی هستین یک تاریخچه‌ای هستین یک مثلا 100 سال 200 سال یا لاتین باره 1000 سال 2000 سال همین ملک مردم بودن تی حساباتی چیز هستن یه مثلا یه تعریفانی که سازمان ملل بودن تو دا سازمان ملل خود پدا یکی مثلا مزنی کاری که سازمان ملل بوده تقریبا نشیند که ودا International Convent on the Civil and Political Rights مثلا شی مثلا ICCP مثلا معروف شی اشی تو که خاص مثلا یه حقوقانی سر باز تاکید کنک بوده ولی حقوقا باید که تاکید کنک بیته هر کسی شان بندان مختلف هستند اما ما بسیار باشه که شان پدوتی گرامری هستنش و یک دستور زبانی هستنش یک حساب کتابی هستنش یک مثلا سازشی بین دولتان و خواستان مثلا ملتان دموکراتیک کشوران دموکراتیک و تا سازمان ملل کشوری چین دابا و ایران دابا و یا مثلا روس دابا هم هستند بندان مختلف پدا به اصطلاح یک سری چیزان مختلف دیانت ماشمارا خب شما تو مثلا مردم اگه آرگومنت بکنن تلاش بین المللی حق همایان این که انسرا ظلم بیته نه اینی که ظلم کنگن یعنی تو هر دا پدا تمی قانون هم چیزا درکیشه بله شما پدا تر بعد قانون بیته تو همیشه تاکید کنگ بیتن که مثلا زبان وانک
زبان تحصیل کنه شاید چیزا مهم میاد البته مثلا ماینورتی رایت هنیگه ماینورتی رایت چی باشگی رپورتورا نماینده ویژه سازمان ملل حقوق بشر آیا هم یک مثلا مثلا کتابی در شکل کتابی هستن که نوشتگی باره که مسائل مختلفی تا باره ها بحثی بتگن خاص مسئله زبان سر یعنی دیگه چیزی هم دیگه مقاله هم سازمان ملل هست و حق تعیین سرنوشت یا دیگه چیزا سر ولی چیز سر هم هستی چیز سر وادی گپ جانته شیا مثلا ودا هم همین چیزا تاکید کنه بیتید ولی خب شیا پدات دولتان تو اینا مثلا مختلفین بنده مختلفین دعوت تفسیر بکنه این بستگی هستین یک دولتی بلوچیتن بگوشی خب من یه بند از اونو اجرا کنم خب یا ماینورتیانی واسطه یا نشنال ماینورتیانی واسطه فایده بیتید یا جای دیگه اگه شه استفاده مکنتین همین دو که ماشوا گندگین تا ایران چطور اکانتی کار انجام نداد چون باز جاگای بندن تو که هستید که دولت باید مثلا بلی ملتان و زبان یاد بگیرند باز این جاگای مثلا گوشیدیم که دولت ها ایتی ملتان و مینوریتی هم مثلا شرایط فراهم بکنه و زبان بانه ولی خب این شرایط فراهم بکنه منظور چیه چی مثلا دیگر مکانیزمی نیستیم ای حساب باید که مثلا خب آدم گشت اروپایی هم مثلا وقتی یوروپیان چارترش هستن و تا وبسایت هم هستن که بده راهنمایی هم هستن که مثلا در چطور مردم مثلا زبانان مختلفین وانینگ بیتید و بخشان مختلف هستند یعنی سندان مختلف هستند کشورانی که ملتانی که کارا شروع بکنند تو نه چشان استفاده بکنند نروژ باز کار بوده هم در سوئد باز کار بوده انگلیس باز کار بوده تا پروسیانی سرا مثلا خب همین مثلا چارتر یوروپیان یونین اتحادیه اروپایی همشی مثلا تقریبا 39 کشور اروپایی فکر کنم تا تصویب کنه تمام اینا تصویب هم نکته خب شاه هم یک سری مسائلی هست که در ادعا هم نبوده تا مشه ملک مثلا تا چند ازشون پدا اجرایی بودن دیگه مسئله چون وقت همشی که مثلا پدا همین دک ما گوش مثلا تعریف بکنه ماینورتی ها شیبتی هم یک مسئله که یک اقلیت ملی ثابته کشوری که یک اقلیت ملی حساب نمیکنه تا کشوری ها آیه زبان تو اشتراکا رفتار بکنه اشتراکا رفتار مکنه پدا تناسبش چین چون که بدونش مثلا اجرایی بکنه یا بدونش اجرایی بکنه شان تمام اینا مسائلی هست که لوتاک بانته ولی خب هر چیز هم شد که شان تمام اینا پدا اما خواستان سیاسی سرکایان عمل کنند خواستان سیاسی هستند خواستان اقتصادی هستند خواستان اجتماعی هستند پدا جامعه وقتی لوت و چین چوب بیتند که بلوچیتن یه چیزا اجرای تو که در بگیجیتن تا چین دا چند اندازه وقتی عملا پیش دارگند که زبانی دوست بیتند و سعی کنند که زبان یاد بگیریتند یا یادآوری عمل بکنند که زبان مثلا تا جامعه تو که به یک شکل مهم مطرح کنه بیتند خب سازمان ملل تمامی بودا مثلا یه چیزانی اگر بحثش کنن خاص یوروپیان چارتر اف هیومن رایت مثلا هستند ماینورتی رایت یا لینگویستیک رایت در دوسکنا هستند شان تو که خاصشون سر باز مثلا کار کنه بود و چیزانی هست که ما امیدوارم که مشروع بلوچ هم کم کم ما تحصیلات و دانشگاهی تا زمینی هم گشتر بکنه چون یک شمش ایراده هم شما برای زمینی هم باز مردم نیستن کار بکن خاصه به بانکاری هم همه بریکوتیک ما هنگا مثلا نولی که مثلا یک شورت استودیان یا داستان که جمعش کنگن چمشه بلوچستان غربی نیمگا فقط یک نویسنده ای ورین مقاله آیم فکر کنم تقریبا ممکن اولی که آخری بودم امیدوارم آیم گشتری نمگا توجه بکنن و بلوچی زبان بنویسند مشمر تمام گنان تا رفت بیتیم بل تا زمانی که ماشو وقتی وکای انگیزه جور کنگ ما بیتیم تی خاص جور کنگ ما بیتیم دمان کار نوشتی مثلا ملتانی مثل مازندرانی یا گیلانی زبان بین رابطه دلیل همی بیتک آیان دولت نیمگا چه اقتصادی تعویض شو باز آوهدی احساس نکته ماشا بلوچا احساس کتا و باندروچی همین هنگا هماشو گندگی بلوچستان تو که مشکل هست دیگه و تا سازمان ملل یا تا یوروپیان چارترن تو که یه هستند که مثلا دولت ها موظفند که ملتان و زبان هم بسیارند موظف نه یعنی بر شرایط فراهم کنن مشکل همش موظف نه یعنی چی نه پس که دولت ها نلوتند مثلا چون پس دولت ها بوده ور آن نلوتند مثلا موظف بنده آوشن حقوق شهروندی و حتی مثلا کلماتان استفاده کنه که سخت مهمه مثلا person belonging to national minorities یعنی شما فردا حمایت کنین نه گروه چون دولتان چه گروه تورسی چه جماعت تورسی تو وقتی بگوشه من بلوچی و تو بگوشه من مثلا فلان مردم هم در سوئد چون بانکاری نگوشته اگر چه مثلا سهامی ممکنه مزنه جمعیتی نبودن ولی خب دولت سوئد هم تورسته که شما مثلا ممکنه یک کوچه بری خطری ببنده
دولت ها معمولا چه گروهان توصیف کنند و این مشکل اساس مثلا تصادم نوزا person belonging to national minorities بله خب پدا توشه شرکت تعبیری کنه همشین پدا تلازوقی توشه پدا ایدم تعبیر کد کنه که خب person belonging to national minorities پدا مردمی که یک گروه اقلیت ملی اوره ایشی پدا وقتا گدگری اوور کردن و این پدا یک گروهی بیتین پدا هو پدا گروهی بیتین تو پدا اگر لوته هم یک گروه مسئله حل بکنه زبانی بیشتر چه سیاسی بیشتر چه اقتصادی بیشتر تو باید گروهی بیشتر رفتار بکنه یعنی پدا مردم تو مثلا راهانی در بگیجی تو حقا مطرح بکنن ولی شون سانک سک مهمه که تو شرکت بتونه گوشان کار بکنه و چهشان بتونه استفاده بکنه پاینده آبتیگا چوشان مثلا تمامی بحران اکتوادی مثلا خبرکنی فریم ورک زبان بارش هستید اشی که مثلا ما بتونیم بلوچ و بلوچستان شرقی مردم رابطه جور بکنن الله زبانی اشی مثلا تا اگه سری کار نبوده ولی خوب یه دوباره دیمتر کار بیتید و دلایل مختلفی هستی که نشون سر بعد کار ببیتین دلیلی هم همشید کنیگا دنیا کاملا بدل بیگین دولتان قدرت نیست مثلا این چارترانی که پیش سازمان ملل بر اساس دیگه چیزش اگه بوده گفتم تا سازمان ملل بهشان دیگه اساسی سر نویسک بودن رنچ جنگی سر دا پدا مثلا بازینش ای چارتران یاد کن ماینورتی رایت یه دیگه شپاده دیگه حسابی سرعت کن یعنی مکانیزمان مختلفی شرایط مختلفی و هندگان که دولتانی قدرت کم بگن شرکت ها مزنیه نام مثلا هندگان توییتر ترامپ بند کنده وقتی مثلا یا نام چیه دیگه آمریکا رئیس جمهور بوده آدم قدرتمندی تا آمریکا تاگت هستین و در حزب ریپابلیکن ها و ایشون که ولپدا هم بند کنک بیتین یک شرکت همین چه قدرت هستین که یک مزنی مثلا سیاسی مردمی دیما بوشتیتین و چطور کاینت که مثلا شانه بتونه حل بکنه هندگان که دولتان تصمیم گرفت نکنن بلکه شرکتان تصمیم گرفتن مثلا یک چیز سروری دایرن یک دیگه جای استفاده کردن پدا سیمی جاگایی هستین این پدا حقوق بشر دیجیتال حقوق بشر تشارک مثلا حلش کنه یا مشکلات حل کنه خب پدا حقوق بشر هم باید دیگه طریقه باید دیگه ما بیارن و این فرصتانی هست که مثلا ملتان مثل ما که تپیسری وحدان پشت کاپتگیم و نتون تگیم بیایم وقتی مثلا الله بین‌المللی مطرح بکنید یا بیارنش دی ما هنوی شرایطانی هست که ما تونه مثلا یک کاران کم و باز انجام بدهید و یه چیزانی هست مثلا مردمانی که میاد که باید کار بکنن مثلا شرکت سازمان ملل مثلا چارتر فور هیومن رایت ماینورتی رایت لینگویستیک رایت یا هر چیزی که تو بیای بیچارگی نشنال ماینورتیز رایت ها و مثلا پرینسیپال یا پروتکشن نیستن پاشیک مردم اسیمیلیت نبیتین نوشته که آیان حقوق برابر کنک بیتید آینی فرهنگ آینی کالچر آینی زبان کم باز پروتکت بیتید ولی عملا نویسک نبوده که آینی مثلا تو وقتی مثلا زبان نبره کنه هم دا مثلا تا اروپا وقتی که مثلا نبیر کنه تا سوئد مثلا مسائل بجنه مثلا زبان یدیش یا مثلا زبان رومانی مثلا زبان تریتوریالی زبان نیند یعنی یک منطقه نیستنش که اکثریت باید تا اروپا حالا ممکنه یک محله یهودی مثلا اکثریت باید آیا من نزانون ولی خب مثلا مردم زانت مثلا زبان سامیه خب یک تریتوری یک منطقه هم هستند اگرچه جمعیتش کم است بلوچی مثلا یک تریتوری مشخصی هستند اگرچه ما بانو کاغوشت بلوچی مثلا عمان هم بروه تا ترکمنستان هم بلوچ هستید ولی خب پدا بلوچی یک تریتوری هم هستید که بلوچستانه و این حساب است که مثلا شی دودانه پدا تعریف مختلفی شی تو که هم کیتن ولی خب نان اسیمیلیشن مثلا خب مثلا اروپایی چارتر اف هیومن رایت مثلا هستین در حالی که سازمان ملل اگه مشخصا نیستید ولی شی به هر حال مردم توت مثلا همه مثلا اینترنشنال کانونشن هیومن رایت سازمان ملل دیگ بوده آیی تو کاواتی یوروپیان چارتر مثلا یک سری چیزا مردم چاریتن و بعد دیگه دیکلریشن مثلا کوپنهاگن دیکلریشن هستن بعد ویانا دیکلریشن هستن مختلفین در رابطه با حقوق پرینسیپال که سازمان ملل هستن شانی سر مردم کار کنند گندی نه ایشی چی هم هست چیزا نیست بعد ما بلوچا هم هستن بلوچن تنگا هم یعنی بانو کاری نشون یک داستانی ترجمه کتگت بلوچی یا انگلیسی ها که چون سال رند 100 سال رند مردمی که ایتیم پسینی ها و مثلا وقتی که پنجابی یا نزانم اردو زبان خبر کنگین یا سندی زبان خبر کنگین
وقتی مردم جوسکان کشی که پیسر مردم ده بلوچ بودن یعنی دموگرافیک چینج یارک بیتین ته بلوچستان این زبانان بین برای یک طریقه نه بلکه هزاران طریقن ولی شو خوب مکانیزمانه که سازمان ملل و چهار طرف یوروپیان هیومن رایت مثلا هستند و مختلفین دیکلریشنان دیگه هستند که شن تو مردم تو سر کار بکن در بگیجی مسائلانا و بنفع وتش استفاده بکنتین این که مثلا مردم فقط گل بیتند که دولتان طرف سے اجازه دیان تو زبان باره ایشی هنچه شما پیسرتر همی جز که زبان کار نشیم میشه مشکل حل نکنتین زمانی مشکل حل بیتند که بلوچی زبان وتی تریتوریا وتی منطقه وتی حلقه وتی دماغا سری زبان بیتن اولی زبان بیتن وانگی زبان بیتن ارتباطی زبان بیتن دیگه مثلا دیگه زبانی های سرپرستی مکنتن گروه آبادی بلوچی زبان چه مشکلاتان درک بیتن و یا مثلا یک همزیستی بیتن و یک زبان یا یک اندازه‌ای که بتونه یک دیگر کامل بکنن نه که یک دیگر مثلا دراب بجنن یا مشکلی با یک دیگر جور بکنن و یه مثلا شینه که مثلا دولتان فارغ شما ماهیلگی مثلا پاکستان دولتش ماهیلگی بلوچیه دیگه بل خب بلوچی زبان هم مثلا دانشگاه هستند مثلا بانو کاری نوشتی مدرسه هم وانه نگه نبیتند یکی میشود بلوچن اسفید بیت ممکنه یکی پاکستان سیاست تو که استابیلیتی و ثبات نیستند که شری سر کاران دیما برامانتند بله خوب دیگه این پر دلواشی هستند پاکستان تو که بل عملی نیستند شی مثلا یک مشکلی است که مثلا فقط مردم گوشیده که مثبت چارک بیته مثبت چارک کافی نه مثبت مثلا عمل کنک بیته در زبان باره ها زرد یک بیته امکانات یک بیته جا کنک بیته ایشی مثلا شان سکی مهمی گفتند اگر نه مردم مثلا بعد هم امیدا مشور مشکلانی که هستند مشکلان تو واقع بین به همین شکلی که تاگت است حالا من مثلا یه آرتیکلانی یا چیانی نامه مردم در لازم نمیگیری چون وقت کم نیست ولی خب تمام اینا آرتیکل مختلفی هستند که تونشان جمع بکنه به یک شکلی مثلا یک قانونمندی جور بکنه که یک دلیلی بیاره یا یک آرگومنتی بیاره بابتی حق حسابا و این حسابا برای هم بانداروچی که ایران هم خوب یک کشوری که بانداروچی بدل بیتید ولی ما شما بلوچستان بادشاهی سرا شری سرا مطلب بیارین خبر بیارین نظر بیارین سازماندهیش بکنید که بتونند این مثلا شری سرا مطرح کنک مگر نه مشمار پدا همیده با کتاگت بوده مشکلی توقع کبین و خب سازمان ملل در رابطه باشی مثلا میدیا یا مثلا رسانه اشانی سرا هم خب برای نویسک بوده کم و باز اشاره بوده که آیا امکان ببیتین پاوتی بسرا رابطه جور کنگا یا نظر دیگا یا اخبار رسگا یا اخبار دیگا پاوتی بسرا زبانان پاوتی چیان باید مثلا دادگاهی اگر بیتا بسرا پولیس ترا بیت بگریته هم باید این ترا باتی زبانه بتوند گونتا خبر بکنتین تا دادگاه بتونه گونتی زبانه خبر بکنه ایشان هم هستن تو ودا ولی مثلا شاید تا چند اندازه مثلا نمی کشور مثل ایران یا دیگران که امضا کنن فراهم کنه ایشی دیگه موضوع مثلا تا سوئد خوب تا اندازه شما مثلا اجرا کنه من دیگه جا مثلا طرف مترجم بیانتین دیگه اگه طرف متون خبر بکنه ایشی مثلا یک امکانی که مثلا ادا هستین ولی مثلا تا ایران حتی تا یه اندازه هم نیستین و یه مشکلاتی هم ولی خوب تا سازمان‌هاشون هستند ولی خوب مشخص نیست مثلا مسئله میدیا مشخص نمیگونی و شک بوده که شما دیگ ببرتی ملت ها مثلا وقتی زبانا تلویزیونش بی رادیونش بیتین ولی خب تلویزیون رادیون چه کجا کیتین ملت یک وقتی مثلا شما گوید نامش ماینورتی اشیا وادیک ماینورتی کوتا این لازم حقوقی هم اقلیت بیتین تقلیل دیگ بیتین کم کنک بیتین کم تر حساب کنک بیتین و دیگه امکاناتی هم کم تر بیتین و پدا دولتی هم کمک مکان دولت هم دیگه رادیون تلویزیون ها کمک کنگی این پدا مشکل جور کنتی با ملت با بعض اکتی گشتر کنتی خب مثلا شین که شما تمام گیرا زمانی حل بانتید که مردم ته دولت ها بسر شریک بیتین تا زمانی که دولت ها شریک میماده بانوکارنا پیسر شریک خوب اگر دولت ها بیوتی مشکل و حل بیتین دیگه همیدا که مثلا کردان ترنیگ عراق دولت ها کم و باز بسر فدرال بوده و یک قدرتی هستند به عنوان اقلیم کردستان و یا تماز حزب بحث زمانه فکر ناصر و بحث زمانه پیسر ترا اجازه داد کردی زبان وانی نگ بیتید مرچش کردی زبان باز کمک بوده اگرچه مثلا ترکیه همیدا بانوکاری نگوش چون کردستان عراق که هستند تا این لهجه سورانی هست
یشتر واین مثلا کرمانجی ها پادوتی زبان سر هم کارش کتک بل خب یه امکان تا کردستان بوده جور کنه بوده و هنی هم کردستان تو بوده زبان چه اولا تا دانشگاه وانک بیته در حالی که مثلا تا بلوچستان شرقی اگر چه مثلا دولت ها یک مثبتی حسابی کنگی پاکستان ها بل پد هم بلوچی در دانشگاه به عنوان یک مدرسه در کلاسی وانک بیته به عنوان زبان دانشگاهی نه زبان مثلا دبیرستانی نه دبستان زبان نه و یه مشکلاتی هست که هستن دیگه و در شکل مثلا تو باید به شکل تا حکومت ور بده مثلا نیروی حکومت تشکیل بیتن و دا کردان نقشی هستیم مثلا در حد رئیس جمهوری در حد وزیر امور خارجی و شکل تصمیم گیری هم ور تا زمانی که تصمیم گیری تو ور مبه تی مشکل حل نمیته هر چی هم دکلریشن یا فریم ورک یا کانونشن یا منشور سازمان ملل بداتن هر چارچوبانی هم اجرا بکنن پس یک سازمان ملل خب به جریان مردین برابری حقوق هستند بل خب جریان مردین نه تا بلوچستان برابرند نه تا ایران برابرند و نه مثلا اقلیتان چی برابرند یعنی باید یک مشابه سازمان ملل مثل مکانیزم رو استفاده بکنه باید بر اساس مکانیزم هم بتونه زندگی بکنه یعنی تناشی نه که داره میشه فقط ما را سازمان ملل همچون مثلا ایران ما را یه چیز قبول نه که مثلا چی دولتان نباید دولت حمله بکنن تغییر جغرافیایی بدهند ایشون قبول نه به خبر حداقل ولی عملاً ولی آدیگران قبول نکنه یعنی این پدوتی همشه که مثلا اگر تو چارچوب یا قبول کنه سازمان ملل خب بعد کامل قبول بکنه نه که ترا کمک نکنه یا ترا تی خبر گوش نکنه تی بالا زانه کشی مثلا خبرانی درست نه شوبتی هم یک جامعه یا که ما جامعه که حقوق خبر کنه هم جامعه وتی پدوات هم ظلم کنه یعنی شان هم یک سری اشکالات سیستماتیک مثلا پاتریارک سوسایتی مثلا شیعاتی مسئله دیگه تو شورا مثلا این موضوع حل کنه تا همین مسئله مثلا گرام رفیق من رایت کنیم بحث باید خاص چیز سرا اتحادیه اروپا اتفاق یک سری تغییرات هم قرار شیام ببندن و مقاله هم نویسه بوده تو بحث هم بوده که تا اتحادیه اروپا یا و به چه شکلی پدا مسئله حقوق بشر انچ ماشو گندین اروپا در مسئله حقوق فردی و شان مثلا تا سازمان و آمریکا یا و چین یک سری مشکلاتی هستن کسی که فرد مثلا تا چند درصد حقوق نقض به یک طریق دیجیتال سیستم یه بحثا بوده به یک مسائل مختلف بله خوب شد که شان مثلا تو زمانی تو قوتش کارمرز بکنه که وقتش هم بزانش تورکان قوتت هم کم و باز شان اجرا کنه گا حداقل نه اروپا هم نقش مثلا جنین مردین برابرند یا درستی مشکلات حل بودن ولی تا یک اندازه به هر حال شان دیگه ما یحتاجن دیگه و تو باید مثلا بتونه حداقل یک روشی تو پیش داره که تو نه بسلاشانا قابل قبول نپته وگرنه مردم پدا هم ته مشکل کپیته وگرنه مثلا ما شو بریم ته همین به اصطلاح سازمان ملل ماینورتی رایت مثلا بوده به انگلیسی دیگه نوشته persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decision of the national level یعنی نه تنها نوشته که مثلا ریجنال لولی هم رانده یارتگی where appropriate regional او یا مثلا ته منطقه ریجنالی یا ته مثلا نشنال لول ته دیسیژن میکینگ و راه مثلا گشت کردن تا عراق و بعدی کورن تو نه یک سری تو بدارند بلوچستان شرقی یک سری حقوق هست ولی تو تصمیم گیریات حکومت مرکزی وادی کورنه نتونه اما حقوقی که قانون اساسی هم دیگه بوده آیی هم بگیرند و بدارند آیی هم بابت بکنند اشون مکانیزم مختلفی هست که ماشا باید فکرشو بکنه و من لوچت فاتشانه به صلاح بگوشم که اما دو که هم به صلاح آخر نتیجه گیری هم همه باید بیتید که این مکانیزم هستند این مکانیزم قابل استفاده اند این مکانیزم اگرچه مثلا بر اساس یک بالانسی نویسه که چه دولتان هم بوده هستند و یک بالانسی بین حقوق بشر و انسانان حقوق و دولتانی مثل امنیت و چیزانش هستند ولی امکان استفاده شری سر هستند و شیک مثلا بتونه مثلا لازم بین المللی یا لازم منطقی و زبان ها مطرح بکنه و با اندر روی چیک مثلا قوانین تا ایران اگلوتان وضعیت بلوچا بتونن اشتراکات چه مکانیزم استفاده بکنن حالا اذا ما مثلا در رابطه با شی مثلا مکانیزم سازمان ملل استفاده کنه مثلا لحظه بلوچا میشه ایران هم مشکل حل نبا ما باید به طرف استقلال یا که بشه به طرف فدرال بریم ما بخش سیاسی و کار نیست که من گشته به صورت مکانیزمانی که سازمان ملل هستند کانونتان که سازمان ملل هستند ایشانی بار البته تکثیر اشاره بکنند که چه بندانی بوده هستند چه دسترسیانی مربوطون بیتین اگه باند رو چه مثلا خب مشوره امیدواریم که دا امیدواریم مشوره ایدان نیندوکان تمام گنا مزانو لحظی خوب جوانت نسبت به ما خوب نصف سن نتونه یا یک سوم سن نت حساب بکنه خوب بوانند بزانند چیزانا چون مرچی دنیا تو که وقتی مشغول دولتی جور بکنه باید مثلا به یک شکلی بزانین
قانون دولت جور کنک چیه و چه مکانیزمانی هستند و چه آرگومنتانی دیما یارک بیتید و چه مسائلی مطرح کنک بیتید و چه زبان وانی نک بیتید در یه ساعت به صلاح هندگان تهمی حکومت ایران ایگا هندگان هستی تشتو بروش آرگومنت بکنتی پا ویتی زبان دیم برگا و همی دابر رنده که ایران دیگه تغییری هست که چطورکا ویتی زبان دیم با اگر وقتی بلوچستان مستقل بود پده بلوچستان هم اقلیتان زبانی هستند همی دیگرانی که ات بلوچستان است دیگه جای ایران وقتی بلوچستان پدا براوی زبان هستین تمیده با جدگاری زبان هستین آینی پدا حقوق شتارکت تامین کنک بیتین شا هم مسئولیت که مشروع باید مثلا به یک شکل افکار و تیگا و به شکل دموکراتیکی و به شکل انسان دوستانی و افکارش بیارین سلامت و بخش بنیابت جی واجه ناصر سلامت به باز مهربانی منت واجه ناصر شما بلوچی زبان و کلی گوش ماتی زبانی اهمیت بین المللی جاوره شما پواشیا ادا پچکت و توضیح داد منتور مشمه واحد کامنت هنچوش که پیسر ما شما ادا قرار کتگد اولی بهره بانو کرنا گپ کت و دومی بهره همواج ناصر ادا گپ کت هنو یدگه گشتاروکانی که جالایتند ما لحظی و جهان یارتگن ادا برزا و هنچوش نوبتی سرا که ادا هستند ما وحدش نیم که وطی جستا بکنند و منا دستبندین چه درستی جسکنوکانی که ادا برزایند مکسیموم 2 دقیقت نهایتی 3 دقیقت اگر و دیگه پا بکنند پرچه که بانوکارنا حتی نهانی ما گشتر نتوند بنندید تو و رنچایی هم که وجه ناصر نیم ساعت دومی بهره پا جسکنگه دهیم آیا هم تا نیم ساعت که ده مشم دیوان خلاص بیتیم من دستبندی کنم چه وجه ملک و وجه مسعود اگر بیتکند شما گوڑا یک کا بانو کو واجهانی که برزا یحتگند آیا بگوش یک وقتی جستا بکنند یا اگر گپی هستند تشوتی گپا هم همان نهایتی 2 تا 3 دقیقه گوڑا گشتر نبیت رنچه آیا گوڑا اگر بیتکن گوڑا جهلا برامند که یدگران گوڑا ما بیاریم پده استیج سرا و بتونن که آیا همتی جستا بکنن من نتوار بانو کرنش من میکروفون پچین اگر شما گپی هست جینا من پچ کد که اگر جستی هست چه منی که رو گوارن تواری نیست جی اوکی سلامت به ملک جان و مسعود جان من گولا میکروفون دهنش می دستا گولا ما شما همی قراری که کتک مکسیموم 2 تا 3 دقیقه گولا اگر سنگتانی که بود گولا 2 دقیقه رند گولا آیم بگوشیم که وطی جنبندی بکنند مهربانی منتوار سلامت باد سید جان منی جستی که شاید پیسر ترا که اگر سوالان لاتی راده اگه بیتگان پیسر چماتیم که میشه دیوان داره ما دوران ما گشتگد که هر کسی اگر وقت نیت برزا اوتی جستای را بداته مثلا سوالا که ما ایفده دیوانه تران کنو که مهمانان جست کنه یا که اشی که ما انی اما جستانی که دیم دیگ بیتگه ما جسته بکنن یا نه که ما شما همین دیوانه که مهمانی که هستن برزا ما چایشم دیوان شما مشورت چیه که وجه ایشی دیگه تو وقت بچار چطورکای منی حالا یه واجهانی که برزا یاد کن تو بانکانی که هستن تیده برزا هنو اشانی گپ گوش کنک ببند تو اشان هم دیره دا بوشتاد مثلا رنده گوڑا جستانی که تکست گومتیم دیگ بودتگه ما شما رنده آیام گوڑا بکنیم شاید گوڑا ما گوڑا مسعود جان تراغم چی هستن گپی یا جستی یا که نظری بگوشی که ما پدر گوڑا اینی دبا توارش کنیم که شانی کار کنیم سی باز مهربانی ملک جان چوش که یدگی سنگتا سعید گوشت منتواران چه پانو کرینا و واجه ناصر من حالا چه واجهانی که برزایت کن بونگیج کنیم واجه شفی اگر جستی گپی هستی و تی گپا بکن پنچوش که سنگت سعید گوشت کوشش بکنیم که و تی گپا 2 دقیقه تا 3 دقیقه بحل اینی که چوش میمانان ها ما کول داتا باز وعدش مگیریم و دیوان هم وشیدی ما برو واجه شفی بفرمایید. جی ها شما دیوان شما را درست سلام و درود گوشم
و شما و منی برات و عزیز و دوست دیگه شما ناما نگرم چه بانوک پروفسور کارینا جهانی هم منی استاد و اولیگه مهمان بروس انجمن چه پیسرگین سالانی واشی جا کارم و 2 سال رابطه نزدیکم هست که بلوچی زبان بلوچی چوکان تشویق بکنه که زبان بلوچی کار بکنه و واقعا شما جود ستا کرده من و ابراتانه که واجه سعیدن تو دکتر عظیم واجه پاره اینجا الان نشتد مثال جنات واجه حسن فروتن ما گذابی که ما هر شب نشتگند ای دیوانو بلوچستان بله ایچ دیوان نبی که سوئد و اپسالا دانشگاه نام گرگ مبی ای دروت ای زحمت و وجود بودتگن که مروچی او دا هم بلوچان یاد گفته واجه پارهی هفته 3 روچا گو ما زبان بلوچی کار کنگه آدگه تی واشین دوستن واجه عبدالحمید ایرانژاد تی مهمان بیتد آیی هند هفته 2 روچا گو ما بلوچی کار کن من و رحیم و ایدگه برات و عزیزان بر زورگیم لوٹن بگشن که چما روچی که منطره دیسته تو حد که بروس تو که بلوچ تشویق کتگن من اولیگن شاگرد تنز دبیرستان توکا بروسا تاجمهد آبسواران تاجمهد بریسی که من درس دا سوئد و اپسالای دانشگاه باید تشکر بکنه که ترا تی جودان و تی ای زحمتان که ما اینچو مردم فقط رئیسی و امیری و رسول بخش زنگشایی یا میر مرادزایی یا اسدی نبودتگن که به خاطر ای زحمتان بیتگن که سوئد چو معرفی کنگ بیتا تو ای میں بلوچان آتکگن ادا تانا امی چیزا تر لوٹن تشویق بکنن تو مدد بکنن امی دوین ورکشاپان قرار 2 تا 5 بگیرن که من تو مردم و آماده کتن که بیان پدا متاسفانه کرونا هات یه کاران دیم نشدن امیدوارم انچوتی جودان ادامه بده هر کاری که می دستا بیتی ای بلوچان ماهدان گوتو ام کوپگن مادی بی معنوی بی ما ترا انچو که پیسر مدد کمک کتد تو چما بروس زمانگاه انگه هم ما ترا تشویق کنه و تی کاران ادامه بده ای کلاسانی که چابار و پاره و زایدان و کلاب اوسا و اینستاگرام و زوم هستن یکی چطور بیتگه که آیا اینچو تشویق بکنه من ترا کل دیم من و ناصر اینچو دنبال زبان بلوچی نگفتگه و که پیمانه ملازی اینچو تشویق نبیتگه که تو ای زحمتان اگه ما کشتینه و باز ما چطور تشکر و مهربانی کنن تو هر کاری می دستابی بی تو بزن ما گون تو هم کوپگین انچوتی بلوچی زحمتا بلوچی کاران ادامه بده من دیگه جستی نه من فقط همشی لوٹن چه بانو پروفسور تشکری بکنم و تی دیوان مکسون شما میزبانان ای زحمتا کشه خسته به کاری که می دستابی بی شما بزن هر کاری فرنگی کنه ملک ترا سعید انومن سعید 2 هفته پیسر همکاری کتاب 2 کتاب پول ما را دادن کتاب چاپ بی ما بلکه 6-7 کتاب چم در سوئد تشویق کتگن اروپا که ودا بلوچستان بلوچی کتاب چاپ بگن این کاران کارینا تایگن که ما تشویق بگیش یا مطمئن ببو اگه تو ما بیتنه ما یک کار یاد نگفته کتا باز مهربانی و واشین دیوانی پر شما آرزو هسته تی باز مهربانی واجه تا منا دل بدی ده ہمارا دل بدی ده که آو بس کار دیما روت تو معرفی نکو اسلم زین الدینی شفی من ناکوه نامه جی من ترا درست کو چا تصویره تی باز مهربانی واجه مهربانی واجه شفی منتوار واجه مراد شما بفرمایید مایک شما اگه درود برهباد برز بانو کارینا و یه دیگه دوستان که نشتگم جهل واجه بانو کن واشین دیوانی شما را واجه خدا روش خیر بده که گو بانو کارینا این شوی بازی زبان و حقداری جودکاری و منی ڈولی نو دربری هم دیوانه ما هنچ بانو کساک باز منتوارا آئیے چو این یکی پریشتگی بلوچی زبان سرا این یکی نظر بوتا و 25-30 سال کے کار آئیں بدان کہات کا رو برکتی بلوچستان ما گواہی بہرحال ہمراہ بوتا گنو و دیوان درگاہ کے بوتا گا بانو کے کر بوتا گے ہنچو
रुदरात की बलूचिस्तान को जोत करा हाँ एक दीवान मा बानु का दीते को चाय बाजी चीजें माँ हील को था बाज खुदा वो हजरत ईसा चाय राजी भी इंशाअल्लाह ओ दूमिगा पेशें के बानु का ज़हमती काश्ता वो हमें मर्दों के डालना के रास्ता उपसाला या कि जहान हर कुजा हर कौन दिया के बलूची निश्ता को बलूचिया हो बेवाह की हस्ती बानु कुजा करी बानु को मास्तरी ज़हमत हमें उपसाला रह बांधे इशिया खैर मन सरजम न वांता बल चीज़ें कमांग गिनते को मन बाजी नागदी इरादी राबन सरहा उम्मीद है कि आई गुवती तीमा गेस्टे राबन सरकार वकना चुम्मा हुआ तकरीबन 25 साल एक नो दरबार ये सब बलूची नो विसगा मन याला आंग सैर राबन चश्मी राबन दा वाश्तर है पर नो विकाल हर कसवती नज़र है मावती नज़र वशगा शेंकी ये रहबंदा मनोजन शुमा सारजाम कुत्ता को इशिया राइज करने के तो या किताब एक मन दीते का पीडीएफ है मैं वांता के 4-5 साल पेश मन हादगल कहानी न कुत्ते की उसमें यल्ते जो दे मन जमी जो दे साड़ांग शुमा कार कुत्ता भले आडल के बायद सैद रहबंद अगर नजूरी बीते बाज गिराग न बीतेगा या जो स्टेशन तो ये रहबंद बारा एक सारजमी जानती सरपदी मारबदे अगेंस्ट भी टीम भी दूमी का पेशें के अंच को शुमागो ऐदा बलूचिस्तान दूमी बलूचिस्तान बलूची ज़ुबाना सियासी सरपरस्ती पुष्ट बनाई नी 19 के चियांगा बलूची राह डांगरदार जनगन तो नए लंके ये जोतकारा डोल के बायदे कार बकना इशें कि ये मुल्क भले हम जानकार ज़ुबान जान के जब अव्वल आग पहले भी हुकूमत जोड़ भी था बलूचिस्ताना बरल ज़ुबान शनासा मज़नी अदीब शायरा बलूची ज़ुबान मान्यता मसलन शुमा अगर शर्तर जाने में गेश्तर मोहम्मद मुइन की मज़नी लुगत जानती भी था वो एक दो फरहंग चाप था आई किताब मुकदमे बलूची ज़ुबान बारे सरजम गाप पिजता वो बलूची ज़ुबान ही जानता और ये देखो ज़ुबान जात के बीते गए या अदीब शायर जो बातनी खाई या पूर ज़ुमर दियान जाले आमुज़गार बाज़ी शुमी हमकार एक ज़ुबान जानता ईराना ये बलूची बहरहाल सियासी आईना करना चाहता भले इधर इल्मी लिहाजा ईरान दानिशगाह हम के बाद बलूची ज़ुबान कार कुते वो एक दरी पचे कुते बलूची ज़ुबाना अंचुकी यूरोप होता वो ये देखिए जहाँ इधर नीयस्ते हाल शी दलील चाहिए एक जोस्ता के पास हुई बता मेहनतवार वहाँ से भी जोस्ते के इंटरनेशनल या म्यान उस्मानी इदारे का हासन चु यूनेस्को चु बलूची अदीब शायर नवीसो इज़्मकार इज़्मगर शालोटा जो दिए बकना माली मुश्किलात आमा चाशी एक ज़ाहिरिंगा पे आया यूनेस्को डोले इदारे इल्मी फरहंगी ईशान तो ना हमी ज़ुबाना ना के वती मुल्क तो का आनी हक कुशी बेगे कुमाक बकना माली लहाज ईशान आसार ईशानी नवेश्ते ईशानी कारा सपोर्ट बकना तो चाप शेंगश बकना मिन्नत वारा मेहरबान जी वजह बस मेहरबानी अगे गोन सैमी जोस्ता बिंदात बेकनम man wat baz was kotam cha Sweden sida agency cha bazin adige jagahan kam mi mali komak berasit bale man chizin dar nagit ka rastinga patient o i mazanin granchi no mani dasta yak kitabi o زی مازند که ایشی زار بیتن 85,000 کرون و 1,000 دانه کتاب او مانی لوٹی تگین زار 45 تن 45 هستا منی کرا اونو من زیزاند که 85 خرچ بی کورا مساک پریشان بود تو منو چون بکنا ای کتاب چون سرجم بکنا و چاپشنگ بکنا بل شگرند که منی مستر کار مستر مروچی انگا 40 من نیست
ما را دائم مالی فاینانشل مشکل برن یونسکو من گیشتر واس کنم بله من گون سویدیش ایجنسی سویدیش اینترنشنال اید ایجنسی سیده ها دوسای رنده واس کتا منا چیزی نرسیتا و ای پیمین زری منتهنو ندیستا در بی کپی سکشرند پچه که هر کتابی که ما چاپشنگ کنیم زر لوٹید اولی گپ ایشا دومی گپ ایشند که رهبندانی جیڑا بازن رهبندانی جیڑا بس همیشند که رهبند عادتی هر ورا که انسان عادت که اما ورا نو سویدن تو که هم بری بری که گوندوکین بدلی کارند رهبنده تو که من دوست نبی پچه که ما ای ورا عادت نکتا نو کین کمی بدلی اورتگش سویدی زبانم من دوست نبی پچه که من گو امی پیسرگین نوشتن عادت کتا نو نزوری و کمزوری هر جاگه هست هیچ چیز که ما انسان پیم کنیم پکا و کامل نهند و گپی زانگی هند و ما ای رهبندانی بحث هم ایدا کنگ نلوتم که ایدا جاگه نه که ما رهبندانی بحثا بکنیم بله همین که من گوشت کنم که بلوچی زبان نویسوک سک کمند و من یک چیزی اگه من بزانتیم که نو سید رهبند چی انتی هم یک گپی پچه که ایدا گرامر نگیشید تا نویسین نویسان نویسون من کنین من کنون مات ماس مات چی نویسه ایدا ستاندرد کنگ نبود تا ولی یه دیگه گپی بله گپ ایشند که اگه من بزانتین که ای رهبند نو کمی گیش ایشی سر کار پکار نهند و ای وات پکا هند ما هیچ بر ای پیمین کار نکتا البته منی رهبند هم نهند ما یک روم بیم ما 12 مردمین که رهبند اوریگا ادکنگاهی و داکنا گمان واجه تاج بلوچ واجه عزیز بلوچ واجه صدیق آزاد واجه حامد علی واجه دکتر موسی محمود زید رو گون بود تگن تو گونم بله گپ ایشند که تا اگه دستوری نویسگ بیاره یک زبانی رهبند تا نویسوک با دستورزاند ببید که بنویسید و ما تنودا که ببید دستورزانتی چیز نیاورتگون انگریزی ها دستورزانتی نویسگ هست و پچکان سک مشکلند بله ما کل پارسیان با توجه به این که دولت نیست اسکول نیست این چیز نیست تنودا که بیبیت مواسکوتا که زبان همه ورا که گوشک بیت نویسگ هم بیبیت و بی گرنج و بی گرت گمان نزوری هست من دل جمع بله ما هنو فیصله کتا که تم 5 ساله ما ایدا کاری بندین مردمانی نظر 5 ساله هورن چارین اگه مردم هر سال و هر ماه و هر روز هم بدلی بیارید گودا هیچ زانگ نبید بله تا 5 ساله ما ایشیا نسورینیم اگر راهی دیم روی راه هی هست ای راه بنده تو که 5 ساله هورند کمی چارین کجا شرطر کنگ بید کجا چی چیز بود که اگه نه یلهی کنین و بله بزانید که پیسه را انچین
فارسی گوشنتی عمده هنکاری نبوده که هم دستور گیشینک ببید و هم رهبند گیشینک ببید. نو شما وقت تا 5 سال اگه ای رهبند کار ببندید 5 سال اوران ما نزوریان چارین و علاج کنین. بله کار که مردم مبندید بچه که رهبند عادتند. اگه مردم اگون یک چیزی عادت کتا گودا ای پا آیا ساده ترند و ای آیا دوست بی. همه دولا که سویدن هنو که لحتین بدلی کاریت و کاری ناجهانی دوست نبی که پیسرگین رهبندی هیل کرتا نو گودا بله بلوچی زبان نویسو که وانوک چی کمند بلوچی زبان وانی نگ چی نبود پاکستانا گرنج چیند بنظیر بود تو و اجازه دا بله کامیاب نبود رهبند یعنی گپ چیند چی نبود و نویسو که وانوک چیه اینکه کمند بس نزانا ای پاسوی هستا پا ای گپا چیتی باز مهربانی بانو کارینا ما امید کنم که واجه مراد احمدی پس هوا گپتک من چه سنگتا دستبندی کنم که من 4 منیت هنگم و هست من گوانده کومنتی بانو که گپان که مشموشن تانی بانو کازره اگه اجازه دیتا جی واجه شفی بانو کارینا که منو میگل بینیتو گو آودی که نامی این وندرا بیرون این وندرا ورکتا انی میگراشون ورکتا آودی که ما رئیستان یک قسمتا میگل بینیتو آدیما انستیتیوتا بروسا ما 90% پولان چاپ کتاب اقلیتان چه اداره مهاجرتا گفتن دری باره من تو رنده عبر کنه سچارین البته منزانا پیسر یک چیزی بود به نام کلتورستود سویدنا کلتورستود و جزیزدادیار دو کتاب گون کلتورستود چاپشنگ بود تا ایدا سویدن من خلال و لحتین کردان باز اما وعدا که کرد نوکیات که گتن تو سک فعالتن چه کلتورستود cultural support آیا باز به هر زو باز جوی فرانس هستن میگل بینتو ها که مزنه کتابخانه که بروس شهر تو که تمام 90% بودجه دولت دا که ما اقلیتان و تی زبان دیما ببریم من تو عبر کنه جوی فرانس اوکی من تو عبر کنیم زلور جی باز مهربانی منتوار واجه شهریار شما مایک شویگی واجه بانو کارینا هم تیم باز نی امید کنم که ما شما سنگتا یه حیال داریا بکنید مهربانی سلام و درود واجه و بانوکا امیدی که شما درو وش تیار تا ببخش یک لحظه واجه مسعود یک 30 ثانیه اگه تو من وقت بده ببخش واجه کاریار مواظب بو و چپور مکنه مارتایگی احتیاجه نه واجه من تو واسطه انشالله که کار لنگ نبا سلام و درود امیده که شما درو وش تیاره تا مروچی ما بانو کارینا یا دوستی مردمی کر رہا ہیں واجه هم سلام رسینگی ما گویا شعریه شروع کنه که همیشه گو شعریه شروع کنه و دیگه پا ما بلوچستان نوکی ما حروج تاک تاکینت زنده دفتر تی بلوچ زیر اتفاقیه رشتگان خوری بدوچ بانو کرینا تو هر بلوچ ماتی گواره بانو کرینا تو هر بلوچ چک ماتے
जुबान अच्छी मर्दों माता याद गिरे बले तरह हंचे मकाम व हंचे दर्जे बलूच राज के रास्ते के मिसाल सदनी है माना लूट मर्ची ब्याह गाप पे जना बल मैं चारे बानो करीना मारा 10 कप्ता हम बायत बानो का तशक्कुर कदरदानी बिकना वांचो चुवाजा नासिर बोले दिया इंसाना गो इंसाना मर्दों मुत्तसिल कना राजा गो राजा शर्रे मर्दों मुत्तसिल कनते इन्हें मगा वाजा नासिरे आने मगा बानो करी नहीं कि ये बलूच राजा वास्ता सूद बनती बीते इंशाल्लाह दिए गप पे हंसते कि मरूची मन या कामकारियों गप्पा आयता और मन जोस्ती को गुशी तो कुजान चिकाए चूंकि हर कस मन जोस्त का सोए दे तू का तो कुजा काए मां गुशा मंच बलूचिस्तान पैदा का गोरा बंद खुदा जोस को बलूचिस्तान मगा हो गोरा मत तोजीदा मो बलूचिस्तान हो मनी जुबान हम बलूची हैं भले तई मुल्क मर्दों में बानो करीने सत सलाम आया आप बलूच राज वास्ता जहमत कशेंगे वो बलूची जुबान वास्ता बाज जहमत कशेंगे मथई हम मिन्नतवारा बोनवाने यक सोईदी व हम बानो करीने मिन्नतवारा कि हम किश्वर सोएद मिन्नतवारा के इंचो बलूची व तो का जागा दाता व शुमे रंगे इंसान है पर बलूचे राज वास्ता बलूच जुबान वास्ता जहमत कशेंगे बाज सलामत हो सोबे बातें इंशाल्लाह के माशुमा से नजदीक हम दिगे रगेंदे सलामत बात बानो वाज नासिर हो दिगे दोस्त संगत मेहरबानी शहरियार जान तसाक दाम बोरता दमा बराते जवर सलामत नासजन पैसा तशिया के बानो करनावती आखिरी गप्पा बका मंजाना बानो करनावती वाद सरा सक दकीकें टीम सरा ये तो टीम सरा हम रोतें बले चुस्क जाए तें दीवानी निंदो कम बाज वागस ने शर्म बानो करना मारा या कौले बेदांत देगे रुचिया हमारा या वाहदे बेदांत तें अब बसारा वाहदी रास गुरा हम एक एक साथ बलूची जुबानी बारा गुरा किश्तर का पोतरान बकने मशहूर मिन्नतवार जी जरूर मुहसरा दोमी दीवाना कने शुमे बाज मिन्नतवार शुमे दिल बड्डी पमान मजानीन पहरे ओ बस खुदा या राह पमन गिशिंता नो man बाकी शपाप ई किताब तैयार करनागा इरकना अगिश मकोल कने की किताब किस्सा हम बुआनेत ओ एक किस्सा हम के वाजा नासिरा इसी बारवा हबार को शुमर डाउनलोड बेकनी अंग्रेजी तुरे मवाने बले बलूची साइड बुआनेत लिंक का चवाजा नासिर चवाजा मलिक ज़ैनुद्दीन बिगिरी डाउनलोड बेकनेत बलूची किस्मत बुआनेत हम अरबिक स्क्रिप्ट हस्तंद अरबी रहबंद और हम लैटिनी रहबंद हर को जाम रहबंद शुमार दोस्त बुआनेत सकेन शर्रिंग के सहे एक वाजा बाला चे बारा वाहिंद के सियासी जोहकार या वती वारनाई अनु आई जिंदे गुड्डी रूचंत ओ अच्छी जेड़ा गाहिंद सकेन मोहरें के सहे गोस बहारे बल्कि शुमा गोस बहारे नाम इश्कोता बल्कि गोस बहारे नाम ना इश्कोता गोस बहार ईस्टर्न साइड मर्दों में मशरकी बलूचिस्तान है बले वती गुड्डी साल ईरान साइड आगवाजिन तगंत चा पाकिस्तान अतात कगत वती सियासी जोहदानी सवाबा ओ सरावाना निंदुकत गुड्डी साला सरावाना हत ओ पदा गुड्डी यकुदुमाहा पवती इलाजा फिर तरत मन खला और मारा है वती जिंद और मारा है मर्दों में आया कुजा मनु याद ने बले कैंसर बुतगी ओ ईराना इलाज नबाया गहा गुड़ा शोध पाकिस्तान वाले वफात को वजह गोस बहारा एक किस्सा नविश्ता मना सक बाज दोस्त बुता देरन के मनी दिलाहत के इशिया अंग्रेजी हम बेकना कोन या कमकारिया
یک ورنای همکاریا وجه نوروز حیاتا منو وجه نوروز رجان کو انگریزی زبانا و چپشنگ بودتا انگریزی رجان کند پیسرا انگریزی رجان که شما بگوازینید بل بروی دیم پا بلوچیا و دانلود بی وجه ملک لینک تکرنا هست نه وجه ناصر من خلا لینک شما کرها من کرنے سے بل من کرونو دیمی دوم پسنگتان کسی من کر هستیم بانو کنی دیم دیو پا ملکار کسی لوٹی چه ملکتان او زلور مسعود هم دیمی دیو مسعودی دستان که صحبوانی دیمی دیوانا و پیسر که صحبوانید و که هر گالی هر چیزی که شما سرپد هم نبود تگید دیمی دیوانا هم کمی واحد کلین که صحبوری گوانین و پدا شما واتی جستان بکنه یا که واتی نظریم بدیه بله مهربانی بکنید ایس چو شرین که صحیح چرا اگر شما اجازه بده من اشتکری وانا هنو بانو که پیش کسی تو بانو رنده هم دو دیگه سیده وادی بده که واجه اصلا پروتنا چه من اما دیوان بنده تا دستبندی کتا که آیه منی لگ بتو یه جوستی و گپی هستنی تو کسی بان پدرنده برو ما واجه اصلا دیر ماهی روچی دیه و بلهانی ماه بیستت و سیشنبه دیگر وحدت ارماره جنبر چکین بزین نودان واتی بزین بکانی ساهی گمان پوشی تگد نود نرم و لحم شنزگاهد کوش وش وشا کشگاهد بایشت اگما ای امروزا جاهی نامن گره همشند چه ای ورین سارتو اونکین جاگها گوامی کوش گوامی نودان شرطرین جاگا ای نزدیک و گوارم بود کند کسی ای دلا گواهی نداتگد تیر ماهی بیگاها کجام کافر تبند که چواتی لوگا در بیه تو یک چری پسیل و سوادا بایش دوشمین تیاب دپا میت ای موسوما ارماره کندی ای مولوما نادرهین دل درخ کرتگد ناکو بالاچ سک پیرت آی عمر ایوادی 80 سال نزدیک و گراهت مای پیری و نزوری همای عادتت که هموک بیگاه ارماره کندی پسیلات گگد یک شری وطن دوست و راج دوستیت وطن دوست و راج دوستی سیاسی گالیه کارکنیت چیشی عبید وطی شاهریه هم وطی محلوکارا وطن دوستی و راج دوستی سبک تاتگد باقی شما بوانید بله سمجا کهت نه زانگ بیت کب چیند نه او شهری سر حکومت بانو کنی شالا درست سرپد اوکی گودا ضرور دانلودی بکنید بوانیتی و بچارید که یک زبانی چون میرید و ایشی دیما بوشتین حالا ما اتما یک کار کنه ببید بانو چند من پیسرا چی که واجهسن من یاد چیه رهی بله چونه که من یک نوبت چیه کنه چی که واجهسن اما در اولا من یک چیه داته گوشی که بانو که دستبندی که من ورطوات بیا برزه واجهسن هست هم دینا واجهسن دستبندی که بیا برزه و تی گپ بجن بانو که یک انتر یک دو ده گپی و یا نه پدا بانو که شما را اجازت کند اصلا جان من بعدت از در مکه ملک جان سلام استاد پروفسور کارینا جهانی باز منت بارم و پیش شوت جوستا مچه شهریاری احساسات تشکر کنم بانو کارینا ما ملت بلوچ باز تی وام داریم باز تی مدیونه به قول فارسیان و اما من سریزر چون که تر وقت نیسته رنچ بیان احساسات و تشکر و قدردانی من دو جست دستوری گرامری هسته من لوٹه آشنا ببم روش کار شما بانو اولی چیزی که من سوالی که هسته اشد که
در مطابق رهبند شما ترکیب موصوف صفت یا به قول فارسی هم مضاف و مضاف الیه چه وڑه؟ مثلا در رهبند شما مثلا شما چه لوگه در یا در لوگ نه لوگه در بلوچی در لوگ پارسی اند. شما بیه وڑه کاره ها یا مثلا جلد کتاب شما میشه کتاب جلد شما رهبنده یا جلد کتاب پارسی اند. جلد کتاب پارسی اند و ایران سایده خاص سروانا زبان سرا اصل کتا بله بلوچی و چی گوشند بلوچی و پتی نام پت نگوشند پتی نام چکه پت لوگه دپ نزانا مردمانی گرنچ هر چیز ای دوله هند بلوچی زبانه و باقی فارسی اثرند. فارسی اثر ما ای پیمین جاگا پادوات دپوات ای پیمین چیز آتکا زبانه تو کمال سک کمند. پس استانداردی یا زبان رسمی بیه وڑا بیه که مثلا شاه درچک یا درچک شاه مثلا نه صحیح اوکی درچک شاه درچک سرپد بی تو پروفسور دومی سوال من شد که در مورد من نظرم در گرامر اروپایی چی گوشم بله گوشه شناسه من نظرم تو سرپد به شناسه ما چی هوشم مثلا رفت پارسی تو که هستن رفتم نه رفتم رفتی رفت بله آخری جزئی که هستین ام ای اد این اید اند پارسی تو که بالکل مطابق رهبند سید ظهورشاه آشومی اولگین صرفا که ما کنیم باشه روان بران پروشان یعنی مطابق شکستم و بردم فارسی نه. خب مطابق رهبند شما استاد شما اولین شناسه ها چطور استعمال کنه گوشه روان روی روت روین رویت روند اولیگه الف و نون نه ها باز جاگه کنان گوشان کنون گوشان کنین گوشان ولی یکی زورگیه. خب زبان معیار چیه گوشی؟ کانون انگوشن کنن انگوشن نه بله خب زبان معیار زبان نوشتار چونکای بکنه زبان ما استاندارد کوهنی شاهری کوهنی آگالوار که گیشترند گیشترند چه اینون و اول شخص مفرد گوشن آن گیشتر رایجند چه اینونا و آن هم کوهنی شاهری تو کهند. خب بله استاد گوان صفت حالیا اشتباه گرگ نبی مثلا روان یعنی در حال رفتن یا پروشان در حال شکستن نه زبانه ای گنجایش هستند که ای پیمین گرانچان پچی که تو دیگه جای کار بنده هر زبانه ای پیمین چیز هستی که فرم یک شکل با تو روان بی او دا زانه که بید که تو روان بی من روان مانا ندند روان صحیح نه ای زبانه ای گنجایش هر زبانه ای پیمین چیز هست. صحیح استاد باز منتوار مهربانی استاد جان باز منتوار چه ملک جان جی سلامت باشه. اوکی گوڑا ما اجازت رخصت کنم ای باز مهربانی و منتوار سلامت باتی بله تو پدا انچوک واجه سیده گوشت که ما را یه لفظه بکن که ما پدا دیمتر هم هر وقت 20 مردم واجه گوست بهاره که سهوان تک اما وعده کایم جاله مردم یه کولا بده این لفظه بکنه که کسی بوانه جاله گو برزه جاله و برزه نه مایم گونه گو که ضرور ما وانتا بل پدا وانی بان که ای کسی او
لینکی دا بورزا هست سنگتا واجه بانکان تو نه و دا دانلود بکنن تو بوانتی شرنت باز مهربانی سلامت باتید شپوش شپوش استاد جی مهربانی چه شما سنگ واجهان و بانکان که هستی دیوان نشتگی مشر دیوان اگر تو وعد هسته سنگ ناصر همین الا اگر وعد های 15 دقیقتی ما گشتر مزاحمی بین یه دیگه سنگتان حالا اگر گپی چیزی هسته و در خدمتی ناصر جان تا نشت کنه نه؟ ما فعلا هستم تا دوروبا هستم تا دوروبا ما دارم جی تی باز مهربانی دکتر عظیم بفرمایید واجه بله دورنگوها رو واجه امرات من باز باشم که ما شما سرجم بگین حقیقت چیه که بلوچی زبان ہے بل کلان یعنی بلوچی دراج دیمروی باریا که گپ و طالب بگین و پیسر چهار چیزی من یه دوی کارشناسان تشکر کنم بانو کرینا و شد بله خب حتما گوش کن واجه ناصر هم همه و چه بردار یک جلسه دیم بروکان و مدیریت کن وکان تشکر کنم و حقیقت چیه که دو تا مسئله اساسی که یکی همشین که هر دین سخنرانات تنکید کو که باید چه توکا یعنی چه راج توکا مردم توکا و همه بدریچانی که همه قوم توکا هم باید زبان دیما برو تا بتونی جاگا پیدا بکن تو نوشتاری ها وانگی ها نویسگی ها و رسمی ها و به هر شکلی ها نو یه اساسی گپین و دومی گپشن که چون یه مسائل ضبط بیگن و نوکی پدریچامش مگوشش کنه من مجبورم یک کم که جهلتر بروم که زیاد همه داری که واجه ناصر هم اشاره کو که چه رسمی سیاستانی تو که داخل کشورها یا دنی ملکانی یا به اصطلاح بین المللی دولتانی سیاستانی تو که کم که چمشان که بدهیم که چی واسطه ها می بلوچی زبان تا حقیقتا نه رسمی بوده و نه دیما شده و حقیقت اشن که ما شما شهری سرازانه که بشر زندگی تو که مسائل کلی گشتر همه ثروت و قدرت هن. یعنی در واقع همه اقتصاد و برنامه ریزیانی هن که همه آیانی که تصمیم گیرن و تصمیم سازی کنن آیانی سیاست ها هم فرهنگی ها هم مسائل دیگر ها که ادام مسئله چون زبانه دیما رو و یک مستری مشکلی که هستن همین غلطی اپروچان یا نگاه یا روش یا بسترا یا بینشن که از روچی که دولت ملتش به نوعی در اروپا خاصه شر کرد و یهدن همین بستلا بین بستلا دولی سازمانان شرکو و نامش غلطی پر کردن مثل همین چیزی که مثلا سازمان دولت‌های نامتحده نامش کو سازمان ملل متحد به غلط برعکس نامش بست چیا چون بحث همه ثروت و قدرت عزیزان من که ایشانی که تصمیم گیر تصمیم سازن یهدن بین دولتی منافعانش که چارت مجبور بودن خاطر وتی سیاستان و قدرتان که هم زبانانی توکا و هم آدگه مسائل جامعیان وقتی قدرت و حاکمیت ها دیما ببرن یه این نامانش به یه شکل استفاده کو و رنده دیستش کنه بازی اعتراضی بود شما که دقت بکنی جنگ یکا و جنگ دو همین جهانی ها بچاره همین دوران جنگ سردا بچاره بازی اعتراضی بود جنبشان غیر متحدی عده بود و بازی ملک نمنتن که گوشتش ای چون این گپیه و یک سری دولت غیر متحده یا حتی و تا نام شرکت سازمان ملل متحده نوع اعتراضان تو که یه شان بازی منشور و حقوق بشری و حقوقان دیگری وقتی منشوران تو که یه ما به من نو چیش کو که همه منشورانی که مرچی بازم اگه ما شما دقت بکنن تحقیر آمیز و توهین آمیز و جهل جنگه درستین راج و قومانیه که همه ملکانی که یارتا شان عضو کتا منبر کتا وتی همه سازمان دولت های نامتحده یه حتی هیرش جتن تو وشتش که شان با نشنل مولارتی کشن
شوتی یکی مزنه توهینیه هیچ راج منارتی نه. ये गलतियां चीज़ें हैं कि चाहे यूरोपा हो चाहे अमेरिका या चाहे ईरान या हर जगह दिमा बरगन शान गलतियां गलत फहमी व मुश्किलात के मर्ची दामनगीर बाजी राजियां आयानी जगह आयानी इज्जत आयानी कौमी होवियत नहलान रस्मियत पैदा बकन वती जगह शवी बहमी खातर आयान गोशान शाह नेशनल मलारतियां و بعضی ارگانیزیشن نیروی بین الاقوامی تو که عزیزان مجبور بودن که همشان گویا همکاری بکنن که بلکه یک حق حقوق تا یا حدودی گرگ ببی و بله از جایی که شان گشتر دولتانی که مدیریت کنن شانا همه دابی که واجه ناصره شهرین گپی که مثلا گوشتی تویتر یا حتی مثلا ترامپی دیمش گفت او ترامپی دیم آگرگا ما شما بچاره همین تویتر وقتی ها از یک قبیله گشتر نه نسبت به جمعیت کوانتیتی که هستن دنیای تو که بل چون نماینده شرکتان بین المللی آنی مفادات چارن دانتش اگه نظم به هم بوا دنیای تو که ترامپی سیاستان تو که شرکتان و ثروت و قدرتان درو مسائل و مشکلات و گرفتاریش عدبی و همین خاطر مثلا ترامپی اکانتش بست تویتر محدودش کو بنابراین ادام ما شما باید هوشیار ببین به عنوان راجع که مشمع حق ضایع بوده و مشمع دیم رویا که وتی توکا اتحاد و یک جاگاهی بخاطر دیم برگ وتی زبان و ثقافت و منافع راجیه و آبادی وتی سرزمین هم فکری بکنه و هر جاگاهی که امکاناتی هستن این همراهیان هور بکنن و پایده برای وتی راجع چست بکنه مثل زبان من گشتر وقت نگران چون پہل کا چیک میں بعد اما کام میں مانی آتا من جنبندی کنم ملک جان من زانگم ولی چون شیر بیان پدری چانی آینده باره من به همین خاطر جهلتر شدم که بزانه علت چیه که مرچی بلوچ نه آوتی حیثیت و جاگاهی هست و نه آیی زبان رسمی و نه امکاناتی در علت اصلی چیه همشیه به همین خاطر یک همه درازکش رو منی گپا منتوارم که منی گپانو گوش کو امیدوارم با هم فکری و همراهی بتونه ما شما نوکین راه در بگیجن که شرطر وتی راج و ملک آبادی دیما برن شاد و منتوار تی واشی حالتان تو ماس هر مورد وجه ملازی مواد د انتر تیباری و پیسرانچو وجه سیده دی واشتگت وجه محسود واده باره دیگه شوات ایالی ایالداری بکنه منتوار درود و سلام پیش کنم دیوانا و هنچوش دیم ترا 21 فروری ماتی زبان روچ و بلوچی زبان روچ پشما درستم من مبارکباد و مرادباد گوشم منی گپ هم گو بانوک آید که بانوک شد بله مواد هم دودان که گپ کنانشی که زبان ماتی زبان یادگرگا چه اثری چه همه بونگیجی یادگیری و سواد آموزی و وانک در برگا هست چشی که بلوچ چوک مجبورند مدرسیانی تاها اولا فارسی بوانید و یک زبان یاد بگیرید یه وحدی آیی علم یاد نگیرید یه وحدی آیی بس زبان یاد گیرید که چطور بلوچیا ترجمه بکن گو فارسیا و فارسیا گو بلوچیا چه همی لحاظا هم آیی چه علم آموزی و علم یادگرگا پشت کپیت و آیی وقت گشتر پا زبان پهمگا دومی زبان پهمگا روتو آواد از علمی لحاظا دیما نروت بله جاهانی هست که همین مسئله پیش داشته ملکانی که همین دومی زبان و دا حاکم بوده و اصلی زبان مردمانی ملک قومان و ملیتان زیر دستی زبان بودگم
رنچ جهود کنگا و رنچشی که آیا کامیاب بودگا وتی ماتی زبان حق حقوق وانگ در برگا بگیرند وره این نتیجه چارتگش یه تجربه که چون سال تها او گوندوکی وانو کام و این مزنیانانی هم که فوتی ماتی زبانا وانتا آیانی وانا گزانا علم آموزی تقریبا باز بستر شده چون درصد گشتر شده نتیجه ایشن که ماتی زبان وانگ هم از زبان زندگ دارید و هم علم آموزی و زانت و زانش ها پا یه دیگه رشته و سبجکتانی هم پاوتی ماتی زبان ها آچوک شاگرد دانشگاهی هم دیمتر رو همی مطلبا لورتان بگوشم و هنچوش باند شب نام پوشی شب هم شورا همکاری بلوچستانی کلاب هاوس تها هم بانوک ودمی مهمانند ساعت 10 تا 11 ها یعنی همه ساعتا تا 11 ها باندنا پوشی بانوک ودا همه مهمانند و اگر دوستانی که آیانی جست ادا کنگ نبوتن تو توانند هم ودا شرکت بکنن تو بهر بزوره و دیگه جست آیانه هست توانند تو ادا بهر بگیرند و هنچوش دیگه پیڑی و دیگه بحری چا گپانی که بانوک نکتا بلوچی زبان باریا و جهد کنگ باریا او دا هم بانوک دیگه یک بحری چایی مسائلان بلوچی زبان گوشید گوڑا ما هم شمی رهچارین یک شنبه شپا 7:30 تا 11:30 او دا هم برجم دارگ بیت بلوچی زبان مزنشانی و شاندارگ و بزرداشت و مزنداشت روچن و پدا هم منتواران چه شما که دیوانو برجم داشت و واجه ناصر که حقوقی لحاظا و جهانی لحاظا زبانانی حقی بیان کد و همین وقت یک رهشونی که ما وتی بلوچی زبان حق و حقوقا هم چوتی ملکی سرکارا و هم چه بین المللی و جهانی مؤسسه و دفتران هم وتی حقا بگیرین هم اگر توانین کمک بگیرین پا نویسگ و وانگ و دربرگ و پا جهدکاریا و بانو که نتیجه هم همیشد که بلوچی رهبند باز بندگیرا نهند بلوچی جهده گیر دارند که باید گشتر جهد ببید و پتمات گشتر جهد بکنند و بانو که یا یه دیگه کار جهد کاران نتوانند چه سر کارا بلوٹند تو تی زبان حقا بگرند یه همه پتماتانند که باید لوٹ بکنند و تی زبان حقا آموزش په زبان بلوچیا بگیرند منتوار سلامت باتید منتوار وجه عبدالرو واجه بله اجازه ما یک کامنت باز منتوار واجه ملازهی جی منتوار اول درود رهبا درست سنگتان بورس جهر بچه 21 تاریخ بلوچی ماتی زبانه می بسنگت حزب مردمه شاید یک زهرشانی تصمیم اراده گرفته و احزاب کرد پاریس تو فرانسه 21 تاریخ دوشنبه روز ساعت 2 تا 5 یونسکو خارج از افکار و حزبای دیگه سنگتا برات مردمی هستش بوده یادمانیش بکنن اشتراک بزوره زهرشانی که بچه بلوچی ماتی زبانه مراسم انشاءالله بدان گوشگم پاریس ساعت 2 تا 5 یونسکو دیم پدیم و سنگتان کسی لوٹی رابطه کن فرانسه میں یہ براتی اموده
باز که دامی تاج محمد بلوچ نژاد گنا واجه همکاری بکنید و تا واجه هماهنگ بید. منتوار ملک جان من فقط همی جار رو چه بگشم شمی لک لک منت. سلامت و پیروستی منتوار واجه پیل کنیم مای واجه نوازی میکو جی واجه درود و دعوات منتوار که یه مهم آره دار آکاری که میدن که یه دیوان دیمتره هنچین دیوان گرگ ببید که یه زبان بحث با شما گشته بکنن و یا نتیجه بگیریم ولی زبان اشی که ما رو فقط حق ده یک ببی و ما وقت هیچ عملی مکنه هیچ زبان هیچ تلاشی مکنه زبان دیما نرود و اگه همین فضای مجازی ها بچاره ما گندن که اگه پحکی اعضای گروهی یا چه واتساپی چه هر گروهی دیگه بلوچ ببن پدا هم باید موتا پارسی برکنند یا پارسی نویسن یعنی هیچ تلاشی نکنن که بلوچی احساس کنن که اصلا شاید لازم وقتی که بلوچی نامه بگیره درو جاه جنه که بلوچی و فلان ولی وقتی که عمل واحد بی ما هیچ یه کار یعنی وقت عملا بلوچی دیم روی ها هیچ کاری نکنه گانه متاسفانه کاری که بانو کاری نایا پا بلوچی ها کتا کمتر بلوچی ها کتا یعنی تقریبا شاید هیچ کسا هم نکتا تا اندازه که بانو کا کتا ما بلوچان وقت باز سهل انگاری کتا کار نکتا و یا اگر کتا گه هم فقط یک دیگر ایرادگر هر کاری که مردم کن باید مثلا همه کسانی رندگیری ها بکن که آیانی تخصص همه کاره مثلا یک کسی که هیچ اطلاعی چه زبان و چه زبان شناسی ها نیستنی مثلا که نظر ده در مورد مسئله که اصلا آیی حوزه و آیی فیلد نمید ایشی هر فیلدی ها خطرناکه و ضرری هست با قوم با مردم ها با راجع گپ اگر رهبنده یا نویسه رهبنده ببین بیچه پا هر زبان یا اگر لوتا از زبان را نوشته بکنم اولی کارشه که از زبان شناس کاین از زبان تواران گیشیه نه که آیه زبان ها چون توار هسته یه تواران گیشیه نگه هم یک رهبند علمی هسته و مشخصه چطور گیشن وعدی که گیشتن گراوشان کاین چارند کجام رسم الخط و یه تواران یه زبان تواران نزدیکترن یعنی همدپن طوری که گیشین کمترین یا چیزی که یه زبان تواره کمتر تواری هستن که مبیتی یه زبانه نی فبلوچی هم همشه البته یار بری چوش بید که قبل از یکی یکی بی یک کارا بکن آکام وقت بر اساس نیاز وقت شروع کن یک رسم الخطی زیرگا و رسم الخط رواج گیری تو آجا که پی تو دیگه بنده کاری هنکنگ نبی هماده بروان بله اگر یک زبانی بلوچی واقعا پیشرفت بکن تو یا رویشی شرینگی چیم بکن چون که مثلا ترکان یک کاری کد راحت پیشرفته کو گره آب علمی رهبندگی چیم بکنن بهترین چه هر چیزی ها بلوچی رهبند هم پر رهبندگی چیم کنه هم بهترین کار همشه که ما بیایم دم دب کنه بلوچی تواران گو چیزی که همه دور برا فعلا نواز جان تی توارگار بید پدا بچه اگر تی توار هستن بتیگه پایدا ما بده بگه جنبندی بگن که من برا
من على واجهاتي وتي جابا بكا اگر نوازي تورند اربوغرا وتي دي ما يعرفها كان جی منور के شما مرا لایکستان تو وعددات من گشتر का पपदा बानो के दाने बानो को बाज जोत कुत्ते वाले बानो के आखिरी का के कुत्ती अमान नबिश्ता के गौस बहारे लेकिन तगवा आया पदा खड्डन कुत की शियतवन बाने मन चुबोशा के गौस बहार गोशिगाया और वाड़ा गोशिगाया के 2030 या कजो या ख्याली की सही दास्तान यार की गोशिगी जुबान कल्चर मेरी और माड़ा गोशिगी भले मन शे वशद मुस्ते बलूचिस्तान अगर और माड़ा एक ऐसी जोग्राफिया ऐसा दिखती पूरा शहर आवाज की शवानी सरपत बिते के गौस बहार में से जिया कोलोची वची गोशगलूटी मस्तरे चीजें की उधर गोशिगे अगर कसी उधर जोग्राफिया जानते उर्माड़े ज़ेरे लंबा मेके कुएसरा लश्करिया उदा क्या उदा ये किस्सा कारी खैर अब रातवा नतीजानत क्या लश्करी वादी कांच तो उदा बनी की जुबान कल्चर गार करना पर्चिया काया बाजार इकोनॉमी दुरुस्त इंडस्ट्री भी या काटे ये वास्ता कुछ या क्वेश्चन चीजें बेरल मलवती मुआना द्रुबानंती बारो का मनी ख्याल हमारा दुरुस्त चे माँ कौल लदात वाले ये जोत को के मगा ये कौल भी जमाना लब से मशुआना व दुरुस्त बलूच शिबानंते ये के गोस बारे में से दाता ये ती को उर्बाड़ा नहीं दुरुस्त बलूचिस्तान ये इत्तेफाक का पे अगर लश्करी उदास्तन तो मनी कल्चर और दो जुबाना गार करना ये लश्करी आदिमा आस्ता मंचाबारो मा मनिगती ज़ेर लोम्बा के दीर नवीत के लश्कर कायन तो बित के मनिगती जुबानगार भी मांदा मनिगती रस्मी न दूध मानी यार इशबुआना चूंकि नवाज़ को खैर हिल्मी का जुबान है माना जाना कि माना वांत जुबान शुनासी बारे भले ताजा की मनी ख्याल मौनी ख्याल शक्तिरे व रावंद के भाई जुबान है और जंजालंगी शेत का हमार रोमन या लातिन या रोमन रस्मुल खाती अल्फाबेट भी मन ख्याल शातिर की शी मन इस्लाम गुश्ते का अगर ये बारे कसाने टेक्स्ट बुक की बीते मखसूसा नामा बलूच चांदी साग के पर्चिया हमार को मुआफ़क़ में क्योंकि देम जनरेशन देम नस्ल दिवास कोशिश करना जोत करना अगर ये चीज़ वास्तव की उदा आप साला या किसी दिगे रोमन अल्फाबेट सरागर या कसाने टेक्स्ट बुक के और देने अरबी करना बड़ा वो दे हमें सागा चुक्का हमें मर्दों की अतकीगा वेस्टा बड़े शनि चुक्का निवास तक मवासान तेरबी अलबत्ते उम्मीद करना वजह नासिर है वजह शफ़ी है कि इस तरह के आपकी कोई जो दबे करना दुरुस्त भी करना चुके नवाज़ को आर किसी बात भी लिखी भले अगर ये बड़े बुगड़ में अमा चुक्कू साग के वेस्टा बलूच उड़ा बलूची वाना गाने वासा आसान तेरबी दरल पदा वशा और मारा 2080 जुबान कल्चर मार्ग इशियातुन बुआनता मवादी وجه مراد شوي نوبتين مایکانش مصرین مهربانی وجه من یک دستبندی هست ادامه سیاسی مردم محمد شب فرنگی چیز شخصیت همه می زبان برال وانی نگو گوشگو گنده گوشندرو زبان دیم رویه اثر ها ما گنده می یوروپ دان برال چوتگی می بلوچ برات گوهر هر چی که هستن اشان زبان میڈیا نیه نواز تو گاب جنگ لوटे में बांध कर तो गप चलते من गप से कुछ इसको तो मिसके man dar का छी भी तो तो गप जर शहर हो जाए तो नौबत ایران جاتی گپ کندن و یک باز ایران جات من چشوار درست از بندی کنم که تیم کم में ایال داری خلاصه گوشه خلاصه انچو گوند گپ من دزبندی شک دان براتا یک میڈیا بلا کانال سک اثر ہے دیشان کہ یا पाकिस्तान भी पाकिस्तान अंग वास तुझे बेहतर है बल इन्हें
یک دو کانال هست بلوچی در سبزبات و واش تیوی حکومتی یک دو ها هم بولن پی تی وی یک دو فلان نی دانه شما براتا مزانه شما مالی لحاظ مشکل بله مروچی یه تلویزیونی کانالی به بلوچی سک باز مهمه و اثری ها شما جهد کنه منیال چه رو درات کی بلوچستان رو برکتی بلوچستان ارزشی ها که حتی 5000 و 10000 کمک بکن یک کانال تلویزیونی میڈیا کانال سک میڈیا ضرورت ہے ہمارا می زبان نی اسی شما اگر باز معیاری میل شما کوتاهی کنه دانه بلوچ که 40 سال نزدیک شما بودای شما حتی کسانی چی شما چه روزلات یا نظر کجا چینل کردانی هست کسان کی یا که سیما بلوچستانی عبدالروف شنجتا بالخیر یک کانال مستقلی بلوچی ساک ضرورت ہے اگر منی حال ارزش یا دانه بلوچ یوروپ امریکای یہ کار جهد بکنه یہ په بلوچی زبان ساک مهمه مروچی کی یک مستقل یک کانالی بیتی کمک بکنه چه هر کجا هر بلوچی اک بلوچ زبان ارزش و اهمیت زان من حالا اگر حقوق کوتی نیمه هم بده ارزشی که بلوچی کانالی ما بجنه و شیف ساک زبان سر تاثیر همه منت و سلامت جی مهربان من ملک چند یه توضیح هنو دیگ لوٹید که یک برنامه هستی که سنگتا چود کتا البته بحث رسانه و یه چیزا مزنین گپی که اگه مردم هنو بونگیج بکن گوڑا ساعتا نینده لوٹی تو حوار کنه لوٹی ببخش من هنی جواب نلوٹی من فقط شما چی گوه که به فکر ببه همیشه معلومن توکا یا سنگتا جوز کتگن و تی دلیل خاصش پیش کتگن بلکه فهم ما شما ایده بلوچ دهنه بلوچ رو دراتکی رو برکتی بلوچستان مردم همت بکنه مزنی کاری نه مشکلی اشی ما کوت مکنه ای کار حتما فکر بکنه و اشی سر برحال سک ضرورت این توشی چیزی हो جی مهربانی هنو یک برنامه آریان تیوی هست هر 2 هفته معمولا بلوچی 1-2 ساعت هستن و کوشش کنگن که او دا سنگتا یک کسانی که هستن اینگو او دا بحر بزورن تو بلوچی خبر بیته امید کنم که شما آیا هم بری وعدی که بود شما را بگین دیتی و بچاریتی مهربانی واجه رحیم من ایلا شما سنگتانی که خبر نکته اولا خبر بکنید و گوڑرند آواد که سنگتانی که اگر بعدا دیگه کامنتی هستش وقتی گپا بکنم واجه رحیم بفرمایید من سلام عرض کنم دیوانی این دو که واجه ها رو بانو کنم بنی حالت کهت که گپ جنگت تواری بند بده بنی حالت آویل گپا تمام کنم من تو من نظر منی گپ تا کجا شما اشکتم من डॉक्यूमेंट्स लिखता हमारी तो बरो اما جوابات من بنی حالت حتما ملک و یرگه سنگت حیال کفان طرف باشن که کجا توجد توارانی گپات تو زبان که زبان من شرق شینه بلمی که تو که مردم تواران بزن تو اما تواران حسابا یک زبانی شینه ها من گپم میشه که وقتی که مردم لوچی زبان رسم الخط بگی شینی اولی کارشه که بیاد تواران بگی شینی که یه زبان چون توار هستن رنده گرا یه تواران که گیشتن نی بچاری یه توار گو کجا رسم الخط شرطه همده ببن یعنی همین چو که یه توارن همین چو رسم الخطه اگر با ایشان دم دپ بکنی من بلوچی زبان توار گشته گو لاتین همده ببن یعنی همین تقریبا یک اندازه یا یک دوسته یشو کمه ولی گو عربی پدا یه مسئله باز چیم به خاطر عربی مثلا 12-13 توار اگه همزه هم در نظر بگیرین 13 توار هستن همچین عربی تو که خاصی که بلوچی تو که نیستم در صورتی که بلوچی توار پحکیم مثلا کانسوننتی 22 عموما یعنی 21 اکثر جاها ولی حالا جای مثلا 1-2 هنگیشن خی هنگیشن فی جای گیشن ولی گشته اکثر جاهایی که عمومیت هسته همه 21 یا مثلا واول هم تقریبا همه اندازه هم که لاتین تو که هستن حالا یکی اگه کمی مردم یا نشانی که سری بجند
منی گپ هم شد بعد من لوتی گپ مش مهنت ورچه توضیحات گپانی باز باشین گفتن تو برای مرتبط تنگو زبان شناسی و توی همی که میشوی دیوانی که هسته نواشیم چیه اگر تر گپی هستی بودی ادامه بده یا من ایال خود تو من گپ البته همیشه من لوتا دیگه گپی هم میکنم ولی آقا گپ فکر کنم دیگه وقت کم کردن برای دیگه شبیه من امیدوارم که همین همچین دیوان دیمتر هنگرک ببی حداقل هفته ماه یرندی که مردم بتون همین بحثا دیما بود و این نقطه نظرات یک دیگر استفاده بکن تا به یه نتیجه برسید. جی علم و نواز هنچوش بیت و قراریم که ما شما دا هشتگست و پہلی رتم بانو کرنا دا لفظی که ما داتی شاید که یہ PDF فایل که ادا بورزا مپین کتا شی هما بلوچی نوشتان که ادا هستند اشیا چا پاکان دستبندی کنن دانلودی بکنن بواننتی گورا همی بارا و علم تی بلوچی نوشتان که گورا دیگه دیوانی هم شما گره و گشتر یہ بلوچی گرامری سرا و یہ آبانی سرا و یہ دیگه رهبانی سرا شما آنگو گورا وتی گپ و خبر و نظر و انتقادی که هستین گورا آنگو مشما گشتر گپ کنه من یلا یہ واجان و بانوکانی که بردنند اشان مشما یک وحدی بدهید هر یکی تو دیکت تصدیق که وتی گپا بکند گورا رنده گورا مشما وتی دیوانا اثر مهربانی اینجا ببخشید ایرور ده اگه این لینک ها من روگان ایرور ده اگه دو میکرد که منی در مورد استاد نواز بلوچستایی یکی از اساتید زبان انگلیسی در نیک شهر اگه دوستانی که دور پجای نیارن و از فعالین زبان بلوچی استاد نواز جان به نظر من یک گپایی که شما گفتید یک کمیته تخصصی زبان شناسی ما شما را ببینید افرادی صلاحیت علمی و اکادمیک که ببینید یه گپ ها بکنه یه دیوانه بکنه با شاید شچار سعید جان یه کامل میشه پدا لینک سوزنه دانلود نباید من هنو پدا جاتو شد نظام منی که را رواگیم دانلود بودم میکرد دانلود بودم مشکل چه من اینگولا ببخشید اگر دیگه سنگتان و بانکان واجهانی که ملک تو کند آیا هم یک چکا سگه بکنن شی بریم بچار چطور کانید اگر دانلود نبی گورا من اینجا باید فیلتر فعال کنه دانلود بی جی اوکی سلامت به من واجه نواز واجه عادیه گپی جد و می گپن تو که و بانو کنی همه دانین و دیگه سنگتانی من شانی گپ شک زبان لاتین زبان یه گنجایش هستین که این جوازه که این توارا آبان بکشیده و لاتین زبان من یلا نه که من یلا بگوشم حتما این کار بیگه ابسال دانشگاه و دوی رسم الخطن سرا دوی اسکریپتون سرا هم عربیک و هم لاتینه و شانی که گشته هم ادا ابسالای و سنگتانی شانی او بمشن که واقع دیمترا لاتین سرا چه که لاتین یه تواران کشت بود کنته و وانک بگن و کتابانی که عادیه باشتن هم چوکان کتاب بود دوی اسکریپت لیکه بیتا هم عربیه و چوکی کتاب هسته و مزنینی لاتی کتابان که چاپ بیتگن تو به حساب داستانن تو ناولن میر و شام تون آپنترانن و اشان هم دوی اسکریپتن سرا لیکه بیتگن و اگر کسی که او بیاستین تو اینیتین یک کتابان بانید و اگر ما دان کسانی که هستند دانشگاه اپسالا اگر او به هستن بلوتن بوانند تو بزانند و تی شماره هم پمانه دیم بدهند و بلکه دیمترا دیم مایا مارس کلاس شروع بنده گوین دوی اسکریپتون وانک بیته و دانشگاه اپسالا بلکه آینده اگر بلوتن هم دانشگاه اپسالا اگر ادمیشنی وانگی چکی گپ وانو که بر ظاهر کد انتوانند دیمترا بوانند و زبانا بلوچیگا یک کتاب من دیدتگم من هستم اتفاقا من پاییدگراه شنگ بودتگم منی جات اطلاع بگوشم که منی بتی رشته هن زبان شناسی من چاره تیچیا من لیست و همی آترم این گپ پونچت
که پروفایل تو خود لیکره که زبان شناسی ما ننتیگه برابر هنچ که تو گوشتم یه زبان شناسی برای یک وقت چیه که مردم اکثر گاب بکند که آیا اما هی میبینید گوره سید جان که یعنی باریگین پیل کنه که مایسه دست ها وجه رحیم شما باریگین تو ما گوشتار رو کچ بگم سلامت بید پیل کنید من ده هیل گاب جنه که چوبانو کاری نه مجبورم بری بجاک کام جاکه که گفت تمارا من خواستیم گفتی نیست آفرین فقط دوستم که واقعا خوشحالی ها ابراز کنن که اینکه خوششانس هستن که زنده و به یک دوره برسن که این فضای مجازی سوشل میدیا و قدرتمند دولتانی دینی گفته که دیگه متوانن بیشتر سانسور بکنه و متوانن یعنی یک شکلی در واقع قدرتی جور بوده فضای مجازی و سوشل میدیا که هر کسی دسته هسته بهشی بوران یک ابزاری ویتی حق حقوقانی ویتی تبعیضاتی که برش بوده دیماش بره نو ماش ما بلوچ حقیقتا با توجه به همین مسئله که علای فضای مجازی هست می حالا بلوچی زبانی آینده سک روشنه یه دیمروی که هم ماشما تماما آرزو کنه که بدون شک مزنین تیزی و سرعت واقعا دیمه یاری ماشما دقیقت کنه همشیه که همه دولا ماشما مغربی بلوستانی تا حالا ماشما جاگاه هنگت یعنی چین چون خوب و شوق پاید محلوکه که وقتی ماتی زبان یاد بگیرن ماتی زبان نویسه که بازیم برای فعال هم هستیم چون که بلکه چون واجه محمد پایریو دیگه کسانی که همراهان بوده کنی کلاس هل لگا حالا آکادیم زمانه گواتش حضوری اشته همیان برای امتحان کنه که مطلب همیشند که استفاده سوشال میدیا یک فضای مجازی یکی که مزنترین منی حالا تأثیران و کمکانی که ماشمه بلوچی زبانی دیمروی کند هنچون که مدام بانو کار نگیده بود این گوشتی هم که فهم برای باشه که بلوچی بوانید بلوچی گپ بکنید بلوچی بوانید و بلوچی بنویسید هیچ مبید این سوشل میدیای دا وقتی که دیوانان بند و ماشما بلوچی سابقین گالوارم بحضورگی ایشی بود یک سکی مزنیم کمکی به ایشی که بلوچی گالواران حقیقتا هم گیشتر تجایارک ببند و هم دیگران و به اضافه ایشه که اتوماتیک خود به خود یک برایندی پیم بید یک برای رهبند روشی پیم بید که بلوچی زبان به شکل استاندارد سرعت بزوری گیشتر برود نوشی سک مهمه دورتا همشی از بکنن خوشحالم که واقعا همچین دوری هستیم که بلوچی زبانی دیما برگا باز همین برای کوشش و تقلا و جهد بودتاک و بوگه تو سمر دیگن من گیشتر شای گپا واحده نگرم من زنه واحده سک من دورتا همشی از کنم سلام از کنم خوشحالی برم سلامت درافت وجه رحیم مهربانی و منتوار وجه عبدالله شما باریگین ما گوشتارو سلام شما وقت فاس باشد بلوچی زبان بابت ما شما من چوکا بجنه باز کم ہے یہ دو گفتان ہے رسم الخط بابت ان چکو واجہ پروفیسر نواز بلوچ کو شرعتا یک جدا علم جدا زبان زانتی آتے کے پڑے بلے زبان ما تک ہوتی زبان زغریں گالاں کوہنے گالاں زندگ مکنے مداریں کارمرز مکنے برا زبان رو چونکہ وادی 6000 چیزی زبان دنیا تو قائم تو ایسا زبان آواز مثلا راستہ کیا میرا کے روشم آیا میرا کے رنگ دست گفتا کو زرتا کو رنگ زرتا ما بلوچی زبان وادی کی سرچمے گالا جمع جور بکنے میں کر رہا میں ڈکشنری میں لفظ بلد ہوتا یہ 5000 لوگ یہ کم ماوتی ہمسائے کی زبان میں کا چمشان کی بدیے سندھی ہوگا کہ میں مشرقی بلوچستان ہے ایک ہمسائے کی زبان ہے آئیے لفظ بلد ہوتا آئیے ڈکشنری ہوتا ان کر دلک گال کہ گال لوز کیا استا ان کر اسی سبب ما شما
कि जुबान गार बुए में इसी मसले सबब मैं इसमें वती जिंदे चागर दें कि माँ अर्श तुझाम जागा वती कार जागा बीबी या कि गेस बीबी या कि वान अफजा बीबी या कि रसातगर बीबी या कि चुशी दीवान बीबी थे कि माँ शुमा हमें लफ्ज़ गालानी को मावर कना चौक कना आयन तो का माँ मारा हमें ख्याल कहते हैं कि माँ 5 लफ्ज़ फारसी छे 2 अरबी छे 4 इंग्लिश छे 2 से उर्दू छे बुरेदा छे मैं जुबान रो मैं दस्ता छे जुबान ज़गरें गाल माँ शुमा अमावती इशा जमो जोर कने अमावती इशा लफ्ज़ बलदानी दोशुमा कारें तावाती के माँ शुमावती कोहने क्लासिक मैश में कर बच्चे तक और मंतक चीज़ यकीन क्लासिक शायरी है कि मन तक दगे वैच न मन तक ए पेड़ा इशा था कि माँ पचकोल मकने मवाने इसी तो यक यक लफ्ज़े माँ लफ्ज़ा बेकशी गाला बेकशी यानी बिजानता दरबगे जे अंची गाल के अस्ता माँ क्लासिक दे माँ बजा शायरी दे माँ बजा माँ आयनी गाला तनी वादी नजाने की गाल शे माना ची शे बिजान थी वादी कि माना बिजान ता नजानी गुड़ आल गाल में दस्ता चे रोते आ जुबान हम में दस्ता चे कम रोते ये गप्पा होती वंड का रहता ची के वाद संगठन कर नहीं से सलामत बात सलामत बेवजहतुल्लाह मेहरबानी मिन्नतवार के शुमा वाहदा यलदारी हमको तो शुमा वती गप्पा वशिया वशत वजशारिया शुमा एक चनेगे मगेंदा गम बले ये के वाजानो बानकालिक बोर्जान तक बड़ी बेले आना वती गप्पा कनंत का है का बरना कुतर गोरा रंदा वाहदा अगर आप सब कुछ में केरा हम मायान उसमें गप्पा गोश्ता वजह जमशीद शमे फारिगें तो माँ गोश्ता रो मिन्नतवार वजह से जान منم سلام عرض کنم دیوان نمایندگان جهالت برزا ببخش من دیر رسیدم کاری هستون باز خوشحالم که بلوچی زبان سر بحث بگیم انچو خواجه عبدالله گوه باید از هر طریق ممنون بین چه می شاعران یک شعر نویسند و سنگتان یک در کلاب هاوس فعالم به زبان بلوچی و ادبیاتی بلوچی دیما برگند انچو وجه رحیم جان و وجه محمد پهرهی پروفیسر نواز جان با وجه فروتن شان دکتر عظیمن وجه ایران نژادن در هر حال این گو هم کوتاهی نبگن امیدن که روز برسه ما شما که میزبان هم اندازه که پرپهناتی پراه وزن زر ادبیاتی مهمن همه جایگاه برسی و بلوش کم هم وتی زبانا یکی چه اصلی زبانان جهان تو که بیوی تو خبر یا بنویسی تو شعر بگشی تو رسانه‌ای تو که هم فعال ببید باز منتوار و سلامت باته اگر بانو که هم دانه ما آی خبر نیشتیم بل رنده گوش داریم حتما آیا هم سلام دین با امیدوارم خوش ببید و ممنون چه آیه تلاشانی که کنگیم بلوچی زبان باره و همچه سلام ده وجه ناصر جان بلیده و یه دیگه دوستان سلامت وجه مرسی درافات وجه جمشید مهربانی و منتوش وجه شهریه شما اگر کامنتی واجم گوند بگشید سعید جان ببخش باز ما تیما کمو راشته کول انگلیسیانی کا بلشی که ما چاره که میں وظیفے بلوچ چوک کے بلوچستان فرزند ہیں وہ بانک باز دامت کشگیں یا سویدیے واغنا یہ تلاش و کوشش ستا کرزنتے انچو واجہ ناصر برے دی ہے ما دا بلوٹا یک چیز دی دا اضافے بکنا چونکہ کلاب ہاؤس تو کا مارا قریب بنوہ مائی موری اگر قرار بر ای بیتے مردم حقیقت بگوشی حقیقت باید بگوشی بلوچی زبان واسطہ کلب ہاؤس تو کا یکی از کسائے کہ اولی ہشتی ایر کتگا واجہ علم داد ورے و مردم باید یہ چیزاں بیاری دیما و ہر شب واغن زحمت کشتگیں و انی بیارد ما کارا روگیم نگستی ما شپا باہر بزیرے مطلب واغن یعنی یکی چی عاملائے کہ منا وتی مادی زبان دوستی شروع بیتا علم دادوار بیتا من نظر تو کا واجہ واسطے دعوت نامے دین بیدے تبلی کہتے بورزا آواز بشکنینی باز میں نتوانے سلامت و صوبیں بات تا درافت وجه شهریار مهربانی تی منتوار
جیهای وجه جاله هستن در کسی خاص لوتی بیه گپ بکن همچه وجه داد برین تو یه دیگه وجه هنی که جاله مهندگم بازی دی حالا پاکانی نام گرگ نبید بله وجه علم وتی همه قانونی بودتگ و هستن تو من باز رندش کتگ و گشتگی اگر یکی بیه پرزا کنه و دست نوان چیز کن تو یه حتما آئی دستبند بشی من گندگون تقریبا یک 20 دقیقه نیم ساعت بیت می دیوانا یختگ و جهلا گشتارو که بله ماواش من که بیه پرزا و دیگه پا بکن بله می دیوان همچون پیسر ما قرار هشتا بودتا 4 ساعت 8 تا 10 شپیگا بودتا هنو نیم ساعت گشتر هم گوستگ و مهمانانی که بودتگن بانو کارینا بودتگو وجه ناصرا که بانو کارینا هما 9:30 گورا شد که آئی قرار همی چیز بودتگ تا 9:30 گشتر نشته نکن بله ما چه بانو که یک لفظه گب تو قرار برشی بود که یک دیوانی دیگر کو ما لب بگیرید تو بازینی که ادا دیوان بارش تو تگت گشتر و آگش هست که بلوچی زبان و همشی که اپسالایی راه بندی باره و مخصوصا هی نبشتان که برزا هلو مپین کتا ایشی باره گپ بکنی گورا میں قرار ایشی بود که یه نوشتان که ادا برزا هست که بلوچی زبان ایشی دانلود بکنی یک PDF اگر سنگتی بانو کی واجهی ملک تو کانتیش دانلود نکن VPN حتما و تیگا فیلتر شکنه روشن بکن دانلود کنک بی ایشی بوانی گورا دیم دیوانی وقتا ما علما هنچوش که یه دیوان دابا ما جار جننو چپی سترا پاکان حال دیں که دیوان چه روچ یا جسات یا برجم دارک بیت منی حالا آخری گپا و جناصر شما بکنید و گورا رنچا شمه گپا ما وتی دیوانا اصد سلامت به سعید جان ولی در مردم خاصی جوستی نیست تا کسا وتی نظر دادن واشین گپ با کلادی مسائل مطرح بودن شی که زبان بلوچی زبان گلاتینا شرط نویسا بیتین شی چیزی نه که من کلماشو بلوچان دیرین بودار واجه گلخان نصیری زمانه گوادی که وزیر آموزش پرورش تا آیان تصویب و بلوچستان مجلس در واقع تصویب میشه که آموزش پرورش که بلوچی نوشته را لاتین بکند بل خوب حکومت آیانی نمان و میرن ناش قرآن که هم نام گید 90 پدا واجب گوکتی حکومت زمانه گا پدا بلوچیش کام باز رسمی کود و پدا حکومت و ترین دا قانون درو پروشتن ایشی که خوب زبانان درستیه نه نهندگان کماش زانه مثل رایتینگ سیستم واجه نواز که داگر پیجد و زبان شناسی حتما شام زانتند که یه اصلاحی سنگتا هم حتما آنی کلاغمند از آنند گیشتر زبان هم هرچی که نویسک بوگن کم و باز چه زبانانی که مصر و مرچی بابل عراق این چه یه زمین نیاد که گن ترنیم اگر ربط گن دیگه رندا یونانیا پدا گفته یونانیا چلندا پدا لاتینا و هنگام لاتین نوشتاری که ماش بکشش بهترین روسیا مثلا بود آواز ورته بل همشی ادامه بوده بغیر هندی یک وقتی سابا وقتی روش کتا هند و بنگلادش و علاقه یعنیگا بلا دیگه گشترین زبانه وشن که شمشان سیستم گفته مختلفین زبانگا هم شش گرگ بودگن وقتی دابا تنظیمش کتگن نوکی ملتانی که هنگام زبانش نوشته که تنظیمش کتا یکی کره مردم بودگن کره مردمانی همه مشکلش بوده مشمه دابا چی بنویسن چینی بنویسن تی ژاپنی دارو بنویسن برش چینی ژاپنی پدا شباهتی هستن ولی خب کم باز فرق کنند وده هم زبان شناسی های آودی زبان شناس ونه بود تا ستروادی کره البته زبان رسمی بکنند ولی خب مردمانی بودند که ادبیات اون کارش بوده شاعر بودند نویسنده بودند علاقمند بودند بنوشتارا چیزی زانتگش آین اندین تنتونو گشتن چیزی بنویسن یک پادشاهی بوده است آین نتون بنویسن وقتی یکی یاد کد وقتی چون تصادفی یک پادشاهی بوده است یا حاکمی بوده است اما وقتی زبان شناسی هم بلدت که اما باز مثلا زبان شناسی و نه از زبان شناسی مردم بگوشیدن علم زبان شناسی نوکی چیزی بله خوب یک رشتهانی بوده گتی اونا یه مثلا وقتی یک فیچر سیستمی یارتی که یکی چه دستاوردان انسانانی این بهترین دستاوردانی که انسان هست که نوشتار سیستم ها یک کمشین که کره ایگند که سک راحت نویسگی و راحت نویسک بیتند تواران راحت مردم تون در بگه جیتند باز چی هم نیند
مثلا چیز باشی سویدی بشن تکن یا مثلا ما گالان نوشتارن طریقی آینی هم سک کامت شری سر نویسک بیتن و رندا که زبانان که هنیگه هم هستن مثلا وقتش یاد بحثی چی که تو از زبانی minorities language یا یعنی باش بالوش برای هر چی بگوش ما ماینورتی نماوردی کشوری بله خوب از لحاظ کانتکست مرچی دنیای تو که تو سازمان ملل بیتن و ایران بیتن و یه مرز هستن ایشی تو که به عنوان یک نشنال ماینورتی گندک بانتین حالا ایرانی قبول نکنه وشن که شما من نشنال ماینورتی هم نه گروه اتنیک نزان و قوم تو یا اصلا وجودی نیستین تا دیگه بون گپید بل خوب تا سازمان مللی تو گپ جنه آ که بلوش وطن نیشنی زانتین خارج از کانتکست به اصطلاح تئوریکالا آپاد دیگه بحثی نمایی بحثا کنه نه بل خب تا او هندی دنیای تو که چه فشارانی هست ماشین سرا اشیا پدا یه چیز هست که تورکان یه راجانی که وقتی زبانش رسمی نبوده و دیگه دولتانی یردست زندگی کنن تورکا وقتی زبانا استانداردیزش بکنن وقتی هم یک بحث علمی که دانشگاه تو که هستیم که چطور کاش مردم حلی بکنن چه طریقی بیتند که مردم بتونن تو مسئله حل بکنن وقتی هم یه بحثی است که نوشته هستند مقاله هستند تا که حالا ایران متاسفانه ممکنه مشکلات هست بازی نمیکنه انگلیسی دسترسیش نیستند یا که هم دسترسیش بیتند وانگش مشکل درگیجش مشکل بیاد از اینترنتی که دست ولی خب ممکنه مقاله چیزی بوده درگیجک بیتند ولی مسائل هستن تا چند از مسئولانش هم کارمرز بکنه پوتی کار دیم برای بلوچ زبان ایگا همین چیزی که باید بلوچیا به سلام شما کار بکنین دیگه و من خلا واشنگ اپی پاج نوازا کوتام شد مشابه بلوچی بنویسین شی مهم نیست تو سرابانی نویسه زایدانی نویسه یا چابهاری نویسه یا کسرکندی مهم نیست تو بنویسه بس تو کجا هم استاندارد هم زیرگی هم مهم نیست تو کم کم مردم برای تو باید بلوچی نویسه بونگیش کد آ استانداردی کرنده که تو آباد شهر بیتین شیک مثلا خب یکی سید سیستم راه ترین یکی نزانو واجد یانگو مری بوکتی لاکا وتی صاحب و دابا راترن یکی بانو کارینه شما سالای ببخشید سالای یونیورسیتی که مثلا راترین خب شون رو بحثان دیگری اند ولی اصلا شید ما شما باید بلوچی زبان سر کار بکنین و شی که مثلا ما باشیم که یکی پیسر کار کوتا که بلوچی زبان همو ده بدارید همین بانو کارینو که سوئدی تو کامن بدلی هاگید و انگلیسی تو کام بدلی هاگید بلوچی یه شانس ها مثلا هم ده سوئد نزدیک فنلاند کشوری فنلاند هم وقتی زبان پیسر ننوشته سوئد فنلاندی پیسر سوئدی زبان کارمز کوتا و رندا روسی زبانش کارمز کوتا ولی که وقتی کشورش مستقل بوده وقتی زبان نوشتارش شروع کرد یعنی نوشتهش تا سوئدی یعنی باز بهترین یا چه روسی هم باز بهترین یعنی ابهام یا امبیگویتی تو زبان نویسگش سا کم بی اندازه کمی تو هم آدم نویسه هم آدم وانه چه سوئدی تو راتری وانه راتری نویسه نیماشا بلوچه هم شانسی هستند که بتونیم ویتی زبانش سر بنویسین شیک مثلا فارسان چطور نوشته عربان چطور که نوشته یا سوئدیان چطور که 1000 سال پیش نوشته مهم نه هنیگا علم زبان شناسی آوید یا مردم چو دسترسی نبوده هنی هستند و یه سک مهمه که بلوچ زبان شناس بوانند بچه که بلوچ زبان واسه احتیاج هستند باز چی سرا که ایشی بسلا بسکنتی که چطور که زبان بلوچیه مدرنایز بکنند ما وقتم وقتی بسلا بلوچی انشایی که دانشگاه سالان نوشته بلوچی لیکوارد استرند که در کامپیوتر تازه یاد که تامی موضوع ما یک بحثی تروندی هم که بانکاری نبود تازه ما نگانی جایی نه اینا بحثی میکنه که تام در دفاعی منی یک هست بانکاری نه یحتاجت ادانید که بچه بود ما مطلب کرد که بلوچی زبان چه باید ما با کامپیوتر نوشته را تطبیق بدیم پس که کامپیوتر نوشته را کانسونانت وانگ نوانتید البته تا آوادی تهانگت هم نبیتین چون من آوادی خوب بتانم تو ولی تو زبان شناسی وانه دست سویدا تو پرولوگ مثلا پروگرامینگ لانگویج مثلا وانگی و بعد مثلا تا یک سری تکنولوژی توار وانه چون تو زبان شناسی خوب مختلفی علم کایانتید بیولوژی بیتین تا فیزیک بیتین که هم باز ریاضی متماتیک لینگویستیک یا مثلا لوژیک لینگویستیک هستن سوشال لینگویستیک هستن سایکولوژیکال لینگویستیک هستن بعد فونتیک هستن مثلا وقت بیل که مثلا کامپیوتر تلفنی چه کوتا وقتی یک فونتیشنی بیت زبان شناسی مثلا تو وادی کوانگی تو بعد حداقل مثلا تو سوئد مثلا 20 وادی بعد بان فونتیک ایگا هم یک اشتراک تواره ایگن که توارش داره که کانتی مثلا بود
معلم مردم خوب گشته کسانی که مثلا باید تواران کار کنه مثلا تلفن تواش تو را بیتید و ما ودی هم مثلا چی که تو خبر بکنه بنویسید خوب شان هم چیزانی هستند که تو دانشگاه مثلا مردم کارش کنند شیک تو مثلا خبر بکنه خبر بعد دیگه وانگ بیتیم بیه شیک تو توار بهش کنه مثلا به عنوان چی کاینت چی مثلا تو برویتی یک قلب مثلا برانچ یا بگرانتین یه هم میاد تو مثلا خبر کنه یا اگه کشیتی بعد مثلا تو بنون دانش آموز باشه بانه یه مردم چی باشه چه خبرانی کتیبی شی مثلا تاسن خبران بدانه چون این تکنولوژی هستن تا و این کارا مردم انجام بده و این جنبه ما این مطلب که تمام ودی مثلا بلوچی زبانه سگ مهمه که ولز شریسه را نویسک بانتین ایشه تو تونه عربی هم در بگیرید یعنی که مثلا عربی تونه تونه کارا بکنه معمولا سازشین داده که عربی هم تونه یک کارا بکنه تا لاتین خو مشخصا راحت ترین چون لاتین و زبانانی که بلوچی نزدیکن چه همه زبانان نویسک بوده همه زبانان واسطه جور کنه بوده خب بلوچی راحت ترین تا عربی و مرچی روشی کد فارسی استفاده کنند بله خوب شید عربی هم تونه یک کارا بکنه بچه که به کامپیوتر واسطه مهم نیست که تو چی کنه بچه کامپیوتر شیک مثلا تا چند اندازه چینچو توار تونه بیاره یا چینچو حرف تونه بیاره شما محیطی نیست چینی هم تونه بنویسه ژاپنی هم تونه بنویسه سوئدی هم تونه بنویسه و دیگه کار هم بکنه بله خب راحت تر بیتن دیگه که تو ولی مثلا وولز هم باید شری سرا حرف صدا داره پس سر بنویسه تو کامپیوتر حرف بی صدا سرپد نبیتن شری سرا تا حاجت یعنی رنده خوب نگاه خوب چه بشنتی کوانتوم کامپیوتر کوانتی که مشکل 100% حل بیتن دیگه چی مشکلی نبیته ولی خب ما چاو دیگه علم ما مثلا یا بر کوتا آودی علم کامپیوتر و مثلا تکنولوژی که هست ولی خب شی مثلا کارانی که نگاه باید مشکل جوانان بلوچ باید کارا حل بکنند و یکی که بلوچی عادی شاعری باری خبر کوت و خلاصک شعر باش ما بلوچی به اصطلاح عادی شاعری سک مهمه تو ما مشو باید بزانه چشمشو فرهنگی مشو تاریخی بلوچ شاعران چه بلوچ پادشاه مهمترن بلوچ آنی که پهلوان بودن چه غلام قادر یا دور محمد این که بچه بلوچ مولا و مولوی هم مهمترن چه خان و سردار و پادشاه هم مهمترن بچه بلوچ فرهنگ همشان داشته همشان دیما برده و همشان ما بلوچ بوده ما به خاطر شیک مثلا چاکری بوده نه بلوچی نه ما پیشیه که چاکری شهر شولانه بسته من ما شهر دوست بیتین اما فرهنگی که شولانه بوده تطبیق تا بلوچ صاحب آیل من دوست بیتین چاکر جرین یا حرام جرین نه بلکه شولانه که منی دون شخصا یا شیکلان یا شی ایسانت آیانت شانت که مثلا بلوچستان فرهنگ دیم برو کن تو هندیگان خوب ما بلوچستان غربی بودیم ما را در دسترسی با زانتاونه بودیم مسیحیت مولا عرب تاریخ گشته مدرسه ایران تاریخش گشته تنها دسترسی ما را بوده غلام قادر و مولا کمالان شهران بودن شانند که به سلامش و فرهنگ و تاریخش داشته و ایشانی باری خوب من خلاصک مهم 22 آگوست روز به اصطلاح فولکلور بین‌المللی دنیا امیدک باشه زور زبان اصلا که سازمان نه است آره چه هم باشه تو این جلسه بدارید مسئله فولکلور بلوچی گپ بزنیم و مواد هم لحظه نوشته هستند برانز سایت دو سهش منتشر بوده چون به اصطلاح مختلفین بهرانن بلوچ شاعر و بلوچ پجار که به اصطلاح تاریخ تا نتونه تنها کایتری رفت پادشاهان و خانان و سرداران بیاره یا مولان و مولویان یا تاریخ یه دیگر بیاره بلکه تاریخ بر اساسی که عادی مردم به اصطلاح تاریخ چطورکای دیستد و عادی مردم ها تاریخ وتی چه وتی فولکلور چه وتی حدیث شاعری چه وتی صوتان چه وتی آیان اش کتگش و چه آیانه که مثلا باشه بلوچ بودن و بلوچ تاریخ هم اگه تو بچاره همین بود که ما بلوچ نمیخواد که ما فلان طایفه یا دیگه هست رنگ سیاهی صور اسپیتن یا لبز براهویین یا جدگالیین یا بلوچین بلوچ به یک فرهنگی بوده وشی چه می بلوچی حدیث شاعران در کرده te برانز سایت هستند تا سنگتانی گفتن البته درستش نیستند که مقاله بازم امیدوارم کم کتابی دا منشر شما دیر نوشتن زمانی که 20 سال پیش من نوشتم اما دیگه بلوچ شاعری شخصا یاد بود نیکول کسی هست مردم یکم که مشکل چگل داده بله هستند و امیدوارم دیم تر منتشر ببندیم و خب رنده فولکلور روش هم کهتین تطمیم مردم پروگرامی داریتون و شان باری خبر کنید اهمیت باری خبر کنید باشتاره که دیگه ملتانشون دیم بردگن دیگه به هر حال ملوتت هم یه گپم سنگتان واسه بکنم چون واسه عبرانی که بودت مثلا هم یه جستن سر لوتت جنبندی بکنن امیدواریم که به هر حال ما شما هندیگان 21 که کهتین تا سوئدا یا در اروپا و شانتی که هر وقت سال بدل بی مردم لحظی کال بودی زندگی کنند که گشتر یا مثلا ما کمتر برون یا ما گشتر ورزش کنم یا ما گشتر راه رو
یا ما گشته کتاب وانو 21 فوریه که تیت مش بدروگ ود کول بکنی که تا دیمی 21 فوریه بلوچی وانه گون نویسته که بلادمی حالا پیرین جوانین کسانین یا وش من وقت نیستن من خیلی بلوچی وقت بلن امید کنم گشت بانو کارینا واقعا دانشگاه کار کردن چوک چوزهتی هم هستن و فعالیتان اجتماعی و فرهنگی و مذهبی هم هستن ولی بیچاره چینچو بلوچی همیشه پیک شده گوش مدار که من رو کتاب سر کار کنم نیماش ما بریم واپسین بلوچی اوشن که وقتی مرده بوز نر کاریتن بهترین که ماشمای کاری بکنید که پادریش کل که پیساترا و از دکتر عظیم و کلمه استفاده کرد دیمترا بلوچ پادریش واسطه شهرین کاری بیته تا هم بلوچی وانه گون بیسگو زانگین سلامت به خوشی منتقل کندگین بکی دیمی پادریشا شب شمیواشو باز مهربانی دیگه اپانی سر کسانه کامنت دیده جی اوکی در یک لحظه وجه عادی شما گوند 30 ثانیه مهربانی بکنید و کامنت بدهید تو شیشولان یا چنگانی سعید اگر دیمات کا ہما دور حاکمانی خیر و برکت بیتا یہ منی خیال ہے بلکہ رات بیت کا پرچی کہ ما چھاکرہ چپیشہ میں تو بلوچ بیت کا بلوچ زندگواز ینتا بلے مچ چیزیں نگین تے زبان بارے بلے چھاکرہ چپات مگین زبان آئے گے دیما بندو کیا بیتا بلے موٹ کنوک دیماروک چنگانی سعید بیتا زمان حاکم بیتا دیو کا چاہ کرنا چاکرہ چپاتم تhank you گوش دارگے سلامت بشر باری هم خوب کتاب نویسته بوده ترجمه است کلی بوده یعنی آیی منی بحث نیست ولی گپشین که اگه ولان شما بحثی نتن شهری سر ما بحثی نتن تی داستانی شهر جور مکتی نتن رندگی پدر نویسته ما بوده نتن دیگه مردم مکتی نتن شاعران دربار خوب مسلمان ایشی که بلوچی موسیقی دیما رابطه بلوچی شاعری شاعری هستینتی شاعری موسیقی هستینتی مشی 100% بلوچ خان سرداران تاثیر بوده بلوچستان مکران تو بیچارگی همه شاعری یک مش کمالان و غلام قادر جنات شی برکتم سردار سیادانیگی سردار سیادان وقتی دربار یارتگان داشتگان تی کمک کتگان یه تیم هم وقتی خاصین چیز هستند و همه علاقه یه بلوچی احدی شاعری که چو ملوچی کمالان و غلام قادر هجان منطقه بیشتر همه علاقانی منطقه سردار سیادخان حکومت بوده و شی هم دلیل هستند همین دکتر گوشت آن 100% تاثیر بوده بله خوب آکه شاعران پیدا تا چند دازه و تی ذهن سره بلوچی فرهنگش دیما یارته یعنی شاعر شولان نیاد که چاکر البته شولان شاید بازی نم کیسه کنه چاکر زمانه که بندگ نبوده رانترا بندگ بوده یه پدا کجام پادشاه بلوچ بسته یا کجام سردار برا بوده یا شولان وقتی کار انجام داده ولی شوکار وشیت شولان کلمه یک شوی کنته به اصطلاح مردم زاند که زاندکاری شاعریه حاکمی شاعری نه زاندکاری داده مندلی دانایی یہ کلمه آبادی که استفاده کردن ودا زیر من نقطه مثلا وچی آبادی که شوی کردن فرق کردن فایده پیش دارید که یک شاعر حاکمی شاعری نه شولان اگرچه مثلا چاکر و گوهرام و گوهر و ویباگ رو میران استفاده کرده بلوچ فرهنگ با ما شما بمانی نیده و ایشی که اولی چیان همون بده برانز کتاب چی هستن یه باری هستن که ما مثلا در رابطه با یه دیگه ملتانی که نوشته که اولی باری بلوچ شاعر بلوچ پاجارهگا ولی این مثال داده تو اگر وقتی بود حتما بانش بله خوب شولان چاکر زمانه که شاعری نبوده رنترا بوده بله خوب حالا کی درباره بوده یا وقت مستقل بوده شما من نزانم بله به هر حال مزنی شاعری بوده و آیی ربط یک نبی به چاکر شولان جرین حالا چنگانی سعید بله شولان نه مهربانی شما وجه ناصر سلامت به اوکی من سنگت مسعود اگر ترا گپی هست بگش اگر نه گورا دیوانا گورا چوت نیمه اتوار و سعید من روشون وارد جمشید پدن یا برزه بلکه یا کامنت که چیزی هستی جی اوکی نه من نیستم و من وقتی جوست ناصر جان گپان تو که وقتی واجه ناصر جان گپ کنم من وقتی جوست پاسخ سپاسگزارم جناب مهربانی مهربانی شما پهکان سنگتان و جان کان که شما دیوانا نشتی و یه دیوانا ما هم کوشش کنیم که پدن یه همچین دیوان گرگ ببید و یه دیوانا تنها وحدی که می ماتی زبان
روچ نزدیکند یا ماتی زبان روچند گرگ مبند تو هروا ببند تو ماشما پخکان یک به یک کوشش بکنین که وقتی ماتی زبان دیم روی واسطه هر کاری هر چیزی که می دست بی بکنی همین سوشل میدیا ادا واتساپ و نزان و هر جایی که هستی ها همه دا اگر ما کوشش بکنی که وقتی زبان ها اما حدی که زانی اما حدی که مشوی وقتی زانته هر کسی زانته بنویسی تی و ایدگران ها بگوشی تو کوشش بکنی که ایشی ها انچو هر کسا بگوشیم من یالا تو اینی دیماتر سکیم از اینی کمکی بی که مشوی زبان داره بی مسعود جان ببخشید گپی تو پایت کنم. مسعود جان ادان دو تا باس و کارشناس بلوچی دکتر عظیم شهبخش و حاجی عبدالسلام بزرگزاده هم یحتگن که سلام علیکی و کنه یا چیزی باشن آن منتوارن که آن هم بلو تاینه که واجه دادور هم یا اگه بی شره یک دو تا که آیان هم بلو تاینه یا اگه واجه کار بیاین ای هم زبان شناس و کارشناس هم سلام دعایی بلکه گپی کنم منتوارن ندارم. جی مهربانی دکتر جان یه وجه میں استادم و اگر گپی هستین خبری هستش تو بیایم برزا دستا برز بکنن تو ما که دیوانی نندو که والا نزانم سنگت ناصر وحدا ما یک ساعتی گشته رنگ گفته بله اگر یه وجه یه واژه کارم من فکر نکنم چون جوستی به شما بلاترین مردمان همه فقط از وقتی آزاد داروانی برام گوش کنه و خبر کنن رشاد کنن سلامتی ما باز واشحال به این واژه هم استادم هم بیایم برزا و تی گپا بکنه مهربانی واژه بزرگزاده بفرمایید واشحال که برابر ابراهیم دیوان نندوکان برزو جال اتون اینگوهارو ویرم براتان من هنو هاتکم نزانم گپ باز بوده بابتا یا شور و دلاهم پا دیگه برنامه و پروگرامی پا ماتی زبان حتما من نزانم چی بود تو چه نبود گوش کنم حالا ما هاتکم که باید من نتواری کنم چه شمی دیوان گرگه ما بعد قسمتی نبوده که بیاین و مننده یا اگر شور و صلاحی پا دیگه برنامه و پروگرامی بوده حتما هم وجه بلیده و شما را که دیوانش کبته ما وقتی زمه زنیم که من نتوادی بکنی وجه دکتر شهبخش هم که جهل نشتن نزانم چی سر آتکن و گپ کتا یا جهلن تو انو گپان گوش کمال کباد بیه بود زمان چواد کن که شوی گپان گوش کنن و من نتواری و تجار جنم وجه نندو کن گوش کنن شوی و اثرن شوی دیوان بله اگه گپی بود گوش کنن گپی جستی چی بود واسه بود ما اچه ما من نتوار وجه او واجه امیر هم هست دو رازهی هم زبان شناسی واجه آیگان صلاح بجنید جی ما پاکین واجه آنا پاکین بانکانا که هستن لوٹین چه اگر گپی هستین واجه باشنده واجه دادورین تو یدگی واجه آنی که هستن واجه دکتر عظیمین بیایم برزا اگر گپی هستین مدرستم دعوتی دیم داتا بوده سنگتم وقت حتما دستان اگر بودیم بریاد کردم برزا من نتو جی ها واجه ایران نجات شما بفرمایید من وجه شوی نگرم مهربانی یک جاری دیمی پرشنبه مرگ استاد پیروان ملازه دیوانی ہے کوٹی مجنه که دومی بحرینتی اولی که ما پیشی هفته که جا زی کراره بجن تین که خدا مرزوی جواز صادقی نوان دیوانی هست من نجا من تانه سنگتا حال دیم که دیمی پرشنبه ساعت 10 همه دیوان بونگی جوی مهربانی شو منتوار همه تا کلاب هاوس ها ये दीवान भी जी हाँ हम सब बलूची चागर्द कोटी हैं दोस्तों ने फॉलो न कुत्ता बारो मर लिंक के हिंदी में दें शमा बल शमा हाल दें कि वाहद बकाश ये दीवान जरूर भी आए दोस्तों मेहरबानी शमी बास मेहरबानी तेईस साक बाजवाश वजह बाश हंता बफरमाई
سلام و درود دیوان ما چو مدامی وڑا اروادی آهر سرا کائیں تو مخلوقا چه خبر کتک آئیے چه ما معلوم نہیں بله خیر بلوچی زبان تو بلوچی زبان باروا ضرور دو دانک هست که مردم گپ بجان چه وتی نگاه میں دیوان آخری نلوٹن گپ دراج کش بکنم بله بلوچی نوشته رهبند یا بلوچی لکوڑه یا کنچین دراجین بحثی که تن روچی که بلوچی نوشته شروع بوده تن روچ مروچی بحث انگت هست و اجبا هم ما یعنی یک جایی یا این نتیجه نرستگن چه آوادا که پیسرا کانفرانس بیتگن چه گلخانه چه رندا چه بلوچی کریمیا چه ابسالا یونیورسیتیا برای یک بلاهی جودی بیتا و مسترین شهری جودشن که ما را بلوچی لکوڑ بارا یک وسیع موادی نوشتان که هست که اروادی اگه اودا برمه یک مزنه گنجی یعنی باز همه جستانی که مرچی که دیوانه بنده ممکنه 40 سال پیش جواب دیگن ممکنه 50 سال پیش همین بحثی که مرچی مایی کنگه اودا هم بیتگن همین جست و پرس اودا هم بیتگن تو همین این حسابا موضوع صرف دوان یک کشن که میں مطالبه چیند دومیشن که میں فرض چیند مطالبه میں چه سرکارند چه آکسی که قدرت و اقتداری گونند زبان رابطه مستقیم که حکومت و اقتدارند زبان به صورت مدرنی بگوشه نوکین دورا بگوشه وادی زبان مدرن بیت کو کنتین که گو اقتدار و رابطه بگیشینید آیا حکومت یک زبان یا وتی چپ شاگرد رسمی زبانان تو کا کاری تی یا نه اگر هاورتی آ زبان چه زوال و نابودیا بچی اگر نیارتی بودناکی هم زبانه ببیتند وادی که وحد امرایی مکان شاید هم نیستی و یا گوار جانتند دومی پشکپیته می فرض چیند بچه می فرض مسترینشن که ما وتی زبانا چینچو وتی جغرافیای ادبی و چاگردی ازمی نمایندگی کد کنه این چینچو ما شرن شعر بس کد کنه چینچو شرن رمان نوشت کد کنه چینچو ادبی هنچین تخلیق کد کنه که یہ دیگه دنیا ضرورت ببیتین که میں ادبی تخلیقانا توجه بکنم میں اما ادبی چیزیه که ما داستان حساب سر آورتا شعر آورتا یا دیگه فارمان تو کا آورتا یا موسیقی ها اگر آ دلگوش کنن ایش مطلب بشین که ما را گوشدارو چما حبید دیگه هم هستین و در نتیجه ما جامعه جهانی یک باریه و جامعه جهانی مسئولیت احساس کن که ما را هم وقتی بحری بزان تو ما را گوشداری یہ زمانیه وعدیه که میں ادبی تخلیقانی همه عد استاندارد ببی که جهانی ادب آیا بوج بدارند به حیثیت ایشیه که آیا نوکه گپی هستند دومیش قصه ایشین که ما وقتی جن چینچو وقتی زبان داشت خود کنیم مستری مثلا میشه زبان وحد چیزی یعنی خارج از وحد نه ثابتین چیزی نه چینچو لفظ بودتگند که وحد امرایی یا چم دستا شترتگند و چینچو لفظ هستند که وحد امرایی ما باید جوڑ بکتینا ما نکتگند اگر همه پارسی زبان ها گوهی بلای مزنی یا گوهی ادعای جغرافیایی ما بچاره اگر 150 سال پیش برویں و بلوچی باز دور نروتے یہ خاطرہ هر اما لفظی که گمرچی دو را وابسته هند وادا چه پیش نبودتگند بلکه رندا اما فرهنگستانی که جوڑ کتا آنا لفظ جوڑ کتا تو وادی که لفظ جوڑ کنه زبان کو وحد امرایی یاد کتا اگر ما را لفظ جوڑ کنه که بود هستند ما وقت زبان دی ما کت کنه اگر نه ما لفظ جوڑ کنه که بود نیستند میں زبان وحد امرایی یاد کت نکن او یک کشن که ما وقتی جن چینچو بلوچی گپ جنه راستی گپ بشین که ما زبان بلوچیه تا ما حد دار رسین تا که ما وقتی لوگ تو کا ہم بلوچیه برکت نہ کنیں
اگر آور کنه کاله بلکه بلوچی بله لفظ بلوچی نهند یعنی اما لفظی که فارسی تو کا موی کاریں عربی تو کا کارنی انگریزی تو کا کاریں بلوچی تو کا هستند بله مای نیاریں این خاطر نیارنی که ما یک مناسبت حکومتی یا کشوری یا وانگی یا زانگی یا تو کا کبتگیں که آی تو کا بلوچی شامل نہیں نو هر ہما لفظی که آی پمکاری مهای کارمرز کنه هر اما لفظی که مارا چه میراث رستا چه پت پیرکان رستا کوانی شعران رستا بطلان رستا لفظان رستا آن ما بیال کنانه یعنی یک حسابی ما لفظ حد نکنه هیچی ما هما لفظی که هستا آهانا هم شموشه ادانند که زبان گاری کهتے گوڑا یعنی یک مطالبه ای هستند که رسمی صورتا میں زبان وانی نگ ببید دومی ای هسته که ما به جای شیکی وتی زبان نوکین لفظ اڈ بکنه اما لفظانی که مرچی هستن و کارمرز بیت کنه اما هم ما یلا داتگن ادانند که میں زبان دیم پا جهلا روتن و آیه گاریه بدین گمان اروادی مارش ما چه زبان هستی ترسینی تین مهربانی بجا منتوار و کریم سلامت ماجا خداحافظی کنم باز باش بودم سنگتون توار مشکو تو باز باش تو ماجا کریم جان توار هم مشکو سلامت و بعد مدتان سلامت به شب شما باش برو بخش مالک جماعت برن تو پایات شما باز برام دیگه نه راحت فی سلامت معذرت لطفا شب شما باش من دیوان آثر بیگین و جا کریم منی استاد من تشکر کنم همیشه باز پرم آیودی استاد زانم نه که تنها ادبی و زبانه باز منتوار که ما توارش کتو چه مروچی نزدیکایی مر نیمورا که مور رسید کلاب هاوسه که ما بیاین واجه دورین گپان بهش کنیم و من اما وقت مکنی باش قسمتیه که هم ناصر و هم تی ملک برال دیوان آور بیتن آوار بیتن برال ماش وابستگی این سک بازیم با هم دیگه حالا سیاسی وتی جاگاه ولی دیگه چیزان هم با هم دیگه یک دیگه را اور همراه ضرور من چه درستیم براتانی که گوارانی که مروچی دیوان باره زورته تشکر کنم که منتوارم و ملک جان واجب برمان کنه آیات برزه یاد پیل کی وجه؟ واجه شورا میر برمان کنه و شهر ماجه پیل کنه که ما دیوان آثر حتما همی مدلوچت که چه واجه یک منتواری بگیرن و بند گیرن بلایشن که واجهات که گروه بودی یک دو دیگه که ما واجهی وعده دین و گروه پدا دیوان ماش آثر کنیم منتوار واجه برام خان تا بودی اگر ترگاپی و بری هستین و یا نظری حیالی لیکی گوشت کنه تو دو دیگه ما گروه پدا من سلام عرض کنم شما دیوان برات عزیزان مسئله زبان منکیالا ما شما زبان و زبان حتم کناین تا بچه که بسیار ما شما هر وقتی که ایران تو کنه اگر ایرانی زبان لوٹی یاد بگیره و توفان کوشش کنه که ایرانی زبان و یاد بگیرند و آیه کلمات معنی ها حتی ما شما توفان و چیانتیش دارن که بلی بلد بمان نگه پاکستان ابھی اردو زبان ہمیں ڈیولپمنٹ میں کوشش ہے کہ چوک میں شما اردو زبان یاد بگیرن کلمات معنی هم بزنن انگلیسی هم ببین به همین صورت مثلا اینا ما نروژ هم همین دولت کوشش هم چیه که چوکان زبان نروژی یاد بده حتی هم کلمات معنی هم ولی بلوچی زبان میں شما هیچ زمانی ما ندیده که ما شما کوشش یه بی که ما شما چوک بلوچی زبان بلد و نه که بلد خبره ولی آن کلماتی که باید معنی بی من که حالا هیچ بلوچی چوکی آن کلمات معنی ندان که چیه نه این مسئله بوده که ما شما به کارکوی زبان پشت کپته صدا کپته ما شما کوشش اگه یه بی همین دولا که ما شما یه دیگه زبان ها لوتیم و معنی یاد بگیریم زبان بلوچی هم وتی لوگا وتی چوکان یاد بده ضرور یہ زبان یہ مرا ہوتے ہیں اور یہ زبان پیشتر کرتے ہیں اور متاسفانه تا هنگا ما نگنده گن تا اگر هر چی بوده میں شما وتی قصور ہیں کہ ما شما یہ زبان
پشت دور داشته. بله امیدوارم که انشالله یه آینده یا بلکه یواش یواش یه زبان جا بکبید و راه بکبید بهشم چوک و چوکزات بگانه مثلا کلمات بلوچیه معنی چیه یه کلماتی که تو خبری کنه آئی معنی باید در بگیزم بدانن منیم از همیشه پیدا دیگه ما رو از نیستیم شما سلامت بشم دیوان شهردین دیوان زبان باره یا باز خوشحال بودین باشین باز مهربانی شما سلامت باشه حتی باز منتوار ملک جان اپد همه جار 21 که فرانسه پاریس پراموش میکنه سورو همکاری واجه عبدالله جمشیدی دیگه سنگتون هر که بوده سنگتی براتی هستش پاریس مشو مشی دوشنبه روز ساعت 2 تا 5 یونسکو دفتر دب بوده سنگتون حزب مردم زحمت کشته یه مراسم بود پردهور دیسته بومید خدا پواشین شکل پیش بروتیم باز منتوار پدن شما تشکر کنم سلامت مسعود جان اگه ترا اولی و واجه سید هستیم بگوشه تو دیگه شکما شد دیوانه دیگه بندی کنین مهربانی سلامت باته منو گپ پیتی خواستیم دیوان آثار بود تک سنگتان اگر وقت لوتم بنیندن تو پدا واجه جمشیدی یک منت از مسعود جان یا برزا حتما گپ خواست جان جمشید بله وجه من وجه عبدالله سیاوی تک سیدک وجه اکبر بارکزی حال واشنه و هسپیتال این که دعا بکنه گوشی آیانی که دعایی نماز کنند پورا وجه همشه باشن و بیا نمازا هنچو دعا بکنند به دیگر راه منت وار مجه سلامت باته که من دعا قبول مکنه واجه بارکزی کی اکبر بارکزی واجه مزین لاچکار نویسنده یک نه لندن ساکنه جی ها جی امید که درا واشوی زودتر واجه مسعود یک دقیقه من وعده بدیدم ببخشید البته باز بری شهریار جان بفرما بگوش واجه جمشید جار جات که بالاخره دعا زنه یک انرژی واشین دعا هر انسانی واسطه مردم کن آیه واسطه واشی چیز پیش کہتے چی مردم باور ببید چی باور مبید تیم بل شرین سخن شرین کلام پر وطبرات واسطه من نظر تو که شرین چیز انشالله که واجه وتی سلامتیه بدست بیاری تو پدا بلوچی راج واسطه بلیکید سلامت و صوبین باز واشی دیوانی واجه مسعود واجه ملک سلامت وطن درستن واقعی که واجه بارکسی هر چیزی تدراب بی تو واشی و درایوتی تو با بیت سر سلامت باتش میں سنگتان درستن منتوار برال کمی بیتا گپی بیتا پیلی لوٹن که چه دیوان بیتا و جعلا و برزار ایزان بانته ولی اگه سنگتی لوٹاین اگه نبیتا و یا ما ندیتا واسش برای پیلی لوٹن و باز به منتوار که شما بحر بزرگ و قیمتی مرجوٹی و مواردات و گپ و گوش کتند سلامت باته و شب شما درستن باشه